سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. هر هفته امروز روز یکشنبه ما برنامه فردای تاجیکستان پخش میکنیم و در این برنامه ما بیشتر برای فردای تاجیکستان گپ میزنیم. یعنی فردای تاجیکستان را باید بسازیم. چگونه بسازیم این به من و شما وابستگی دارد و حتما در ساختن کشور، در ساختن فردای کشور، هر یک نفری ساکن کشور باید سهمگذار باشند. چرا ما امروز پیش نمی رویم؟ برای آن که یک توده معین حکومت را غصب کردند و میخواهند بدون اشتراک 9 میلیون نفر خودشان به خودشان حکومت را بسازند. این ناشدنی است و کوشش میکنند که حتی دایره خدمتگزاری را، یعنی دایره خدمت به مردم را در یک توده نهایت تنگ، حتی در یک قبیله، در یک عائله تشکیل کنند. یعنی یک عائله در خدمت 9 میلیون نفر، یک عائله باید تقدیر 9 میلیون نفر را حل کند. هیچ کس را مصلحت نمیپرسد، از هیچ کس مصلحت نمیگیرد، با هیچ کس مشورت نمیکند، هیچ چی. باید همه، هر فکری که در همین عائله بیرون می آید، همه به آن تابع باشند، به آن گوش کنند، فکر اندیشه یگان خیل آزاد نداشته باشند. هر چی فرمان ابولا آمد باید همین باشد. مردم در یگان مشورت، مردم در یگان مصلحت شریک نیست. حتی معلومات عالی داشته باشد، حتی شخص کسبی باشد، پروفسیونال باشد، در پیشرفت کشور یگان مشورت از او پرسیده نمی شود. ما ضدی این هستیم. انا همین برنامه فردای تاجیکستان برای این است که باید تمام ملت، هر یک نفر ملت، هر یک فردی که فکر دارد، اندیشه دارد، برای کشورش دلش میسوزد، برای آینده کشورش چیز گفتنی دارد، میجوشد، باید گفتنی هایش گفته شوند و حکومت باید گوش شنوا داشته باشد و ایده ها را باید جمع کند، بهترینش را برای پیشرفت کشور باید استفاده کند. برای همین ما این برنامه را نامش را فردای تاجیکستان موندیم و درباره هر موضوعی که گپ میزنیم میخواهیم در همون باره آینده تاجیکستان را خوبتر و بهتر ببینیم. ایده هر یک شما شهروندان عزیز مهم است. مصلحت و مشورت هر یک نفر شما مهم است برای آینده تاجیکستان. برای بهتر شدن وضع کشور باید هر یک نفر ما سهمگذار باشیم. تک تک ما باید سهمگذار باشیم. هرچند این را حکومت نمیخواهد، میخواهد که در دایره یک توده هستی نیستی یک ملت حل شود. هستی نیستی یک ملت 10 میلیون نفره در سر یک پیاله چای یک خانواده حل شود. همین طور شده میتواند؟ نه آخر، نمیشود آخر. آهسته آهسته از یک محل به یک قبیله بردن، حالا یک قبیله به یک خانه بردگی هستند. خبر میکنن اهل عائله را، سر یک پیاله چای میبیایند در خانه یک نفر تقدیر ملت را حل میکنند. مصلحت و مشورت هیچ کس لازم نیست. همه باید دست پیش بر باشد، همه باید سرخم باشد، همه باید خوبگو باشد. یعنی خطا از درست است، نادرست است، ما رو این گونه فکر اندیشه که از داخل یک خانه برآمده است پیش میبرد، به عقب میاندازد، فرق ندارد. باید همه دست پیش بر باشد، گوش کند، حقوق گوید، همین رو اجرا کند، تمام، و دیگرش کاردار نباشد. با همین میشود پیشرفت؟ نه، نمیشود پیشرفت. این را تجربه های جهانی گفته ایستاده است. این فکر، این اندیشه های 500 سال 600 سال پیشتر عصر میانگی است. با این فکر اندیشه های عصر میانگی امروز نمیتوان پیشرفت. برای همین چنانه که گفتم برنامه فردای تاجیکستان برای پیشرفت یکایک من و شما است. امروز موضوع ما موضوع مکتب، عائله و شرایط اقتصادی است. بعد از یک چند روزی به شمار مکتب سر می شود، تحصیلی مکتب بچگان، تحصیلی دانشجویان سر می شود. حالا همین شب و روز تمام اهل خانواده، تمام
نفرانی که فرزندشان به مکتب میرن، در یک خانه یک نفر، در یک خانه 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، با چند یک دوی 3 دانشجو دارن، این خیلی ها زیاد هستند. همه در ماه اوگوست در تکاپوی آمادگی به مکتب، به دانشگاه، به کالج، به دیگر مرکزهای تعلیمی هستند. امروز اکثریت بازارها را کی ها تشکیل میدهند؟ خریداران بازار را، همون نفرانی که فرزندانشان را به مکتب آماده میکنند، سر لباس خر، دفتر خر، قلم خر، رچکه خر و ها کساهای دیگر، آمادگی به مکتب. حالا در اکثر مکتب ها چند بیزنسمن ها از بالا را فرمان داده هستند لباس را از من میخری، باید همه لباس از من خریده شود، از فلان فرم خریده شود، باید متریال متا از فلان فرم خریده شود، از فلان کس خریده شود، فلان دوزنده باید دوزد، دیگر دوزنده خواب باید نروید، اگر دیگر دوزنده دختگی باشد لباسش را قبول نمیکنیم، از نمیدوزید. این خیلی گپا زیاد شده ایستاده است، به ما آماده رسیده ایستاده است. یگان کس در حکومت شرایطی مردم، شرایطی امروزه نونووران، یعنی مهاجرانی که به تاجیکستان برای خریداری به مکتب پول میفرستند، یگان کس این شرایط را به اینوبت نمیگیرد. یگان کس. همین شب روز شب روزی بازاری غارتگرانی نفرانی هستند که پدر و مادرانی هستند که آنها فرزند مکتب رفت دارند. امروز پدر و مادرانی که فرزندشان مکتب رو است، فرزندانشان دانشجو است، امروز دارند غارت میشوند. روزهای غارت پدر و مادرانی که فرزندانشان به مکتب میروند، غارت شده ایستادند. غارت. شرکت فراز از هر یک خواننده که بار اول 1 مرتبه به مکتب میرود به 180 سومانی برگه طبی میفروشد، کاغذ سپراوکه طبی میفروشد. شرکت فراز یعنی چی؟ شرکت فراز گفتن گپ یعنی وزارت تندرستی گفتن گپ است. آیا این 180 سومانی که شرکت فراز حالا از نفرانی که فرزندانشان به صنف 1 میروند گرفته ایستاده است به بودجه میرود یا نه؟ وزارت تندرستی از این یگان منفعت دارد یا نه؟ مکتب برای آبادانی مکتب ها یگان منفعت هست از این یا نه؟ هیچ کس نمیداند. 180 سومانی هر یک نفری که فرزندش به مکتب می رود 180 سومان می سپارد. با کی؟ با شرکت فراز. شرکت فراز صاحبش کی؟ شمسالله صاحبوف. شمسالله صاحبوف کی است؟ داماد رئیس جمهور. داماد رئیس جمهور. یعنی هر یک نفری که بسم الله گفته فرزندش در مکتب را میکوبد اولین مرتبه باید به کیسه عائله رئیس جمهور 180 سومانی سپارد. 180 سومانی. اکنون 180 سومانی از هر کودک مکتب اگر ستانیده شود حالا حدود 200,000 کودک مکتب می رود امسال. 200,000 کودک به صنف 1 می رود. بله به صنف 1 می روند و تنها از حساب فروشی معلومات نامه طبی این کودکان شرکت فراز کمش 36 میلیون سومانی تقریبا 3.5 میلیون دلار پول کار میکند. 36 میلیون سومانی تقریبا 3.5 میلیون دلار هم تو از آسمان هیچ کار نکرده، هم تو ورق نوشته میتیند یک تا ورق 180 سومانی نرخ دارد بدون هیچ 1 میلیون درد کردن. همونجا ایستاده شمسالله صاحبوف شاید سر 1 پیاله چای این 3.5 میلیون دلار پول رو کار میکنند. اکنون مهاجران تاجیک
چند مهاجری تاجیک ضرور است که 3.5 میلیون دلار پول کار کنند در یک سال. اینها در سر یک پول چای در همین ماه آگوست کار میکنند. تمام در همین ماه آگوست شمس‌الله صاحبی تنها از فروشی همین برگه های طبی نامش برگه طبی است، یعنی شهادت نامه سپراوکی طبی است. وزارت تندرستی این رو نمیدهد، شرکت فراز داماد رئیس جمهور شمس‌الله صاحبی میدهد. فهمیده شدید؟ گرفتن شهادت نامه رانندگی به وزارت کارهای داخلی این مسئله ها داخل دارد، به بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی. اما این پولهایی که سپرده می شود وزارت کارهای داخلی نه، شرکت فراز میگیرد. شرکت فراز کی است؟ صاحبش شمس‌الله صاحبی کی است؟ داماد رئیس جمهور. اکنون شما ببینید تماشابینان عزیز، همین سپراوکی طبی یعنی شهادت نامه طبی تقریبا 3 سال پیش 2 سومون، 3 سومون، 8 سومون، 10 سومون، 15 سومون نرخ داشت. حالا چقدر؟ حالا باشد ببینید 180 سومون 200,000 کودک و 200,000 کودک 180 سومونی پول داده می شود. تقریبا 36 میلیون سومون، حدودی 3.5 میلیون دلار. من همین نفری که دیده ایستادید دامادتوره. حالا ببینید بغیر از این سر لباس تا پایافزالش به شخص‌های مخصوص تعلق دارد. تا پایافزال‌های مکتبی که از بازارها می‌خرید، فکر می‌کنید که از هر کس خریده شده، لیکن حالا مناپولی است. پایافزال‌ها گفتگی هستند با تمام خریداران که خریداران دست دوم حالا در بازارها دست سوم می‌فروشند، اصلا دست دوم گرفته. شما تماشابینان عزیز، شما شهروندان تاجیکستان دست چهارم پایافزال می‌خرید، دست سوم لباس می‌خرید. همین خیلی است. دست چهارم، دست سوم این بازار است. دست دوم نفرانی است که مسئول شدن محض از فلان جا پایافزال را بگیرند. دست یکم این همین مخصوصی نفرانی مخصوص است که رضایت عائله را گرفتند برای استحصال پایافزال، برای وارد کردن پایافزال، برای استحصال پایافزال در تاجیکستان، مخصوصا امشب روز برای مکتب بچگان. لباس ها که حتی متریال ها متا تعیین شده است که متا را باید از کی بخری. یعنی در همین شب روز علکی چی شده است؟ غزات، غارتی شهروندان تاجیکستان، خصوصا نفرانی که امروز فرزندانشون به مکتب برود سر شده است. چندین نفر مهاجران به ما زنگ زدن، گفتن دوایمان برآمد، گفتن 2000 فلسطینی می شود، فرستادیم. 5000 فلسطینی بس است، گفتن فرستادیم. 10,000 فلسطینی بس است، گفتن فرستادیم. باز پول گفته ایستادند. هیچ نکی پولگویی برای همین تای آماده کردن دادر خواهر به مکتب یا فرزندان به مکتب تمام شود. حالا چند مجلس ها گذراندگی هستند در مکتب ها، مکتب را آباد کردن در کار، دستگاه را تعمیر کردن در کار، تخته صنف خانه ها را به ایونت ها پر کردن در کار و ها. هر یک صنف حالا مجلس عمومی کردگی هستند، هر یک صنف جداگانه مجلس کرده ایستاده است، برای صنف های یکم جداگانه مجلس کرده ایستادند. اکثریت همین مجلس ها با ما پدر و مادران تماس گرفتگی هستند. 80% گپ پول است. 80% گپ پول. مسئله های تشکیلی فقط پول طلب کنی است. دیگه گپ های سرکی هم تو میگون تمام میکنند، فقط گپ میگردد، میباید، میپیچد گپ برای سر پول دادن در کار. بیچاره بعضی معلم ها من تماس گرفتم، اون دوستانم که در مکتب ها درس میدهند تماس گرفتم با اونها، نمشون رو نمیگیرم، با قبرشون رو نکنم. میگویم که این پول ها، این مبلغ ها برای ما نیست، اکثریتش از مکتب بیرون برآمده میره و این پول رو جمع میکنن میدین مثل یک دولیه.
این پول هایی که در مکتب جمع میشد اگر در خود مکتب میمونیم مکتب گل گل میشکفت تمام همه تعمیرش من میرسد همه چیزش من میرسد لیکن این مکتب این پول ها مثل دوله میبینن گرفته میرون جمع کردیم هر روز زنگ میزنن جمع کردیم هر روز زنگ میزنن همین خلاص میگویند با ما ربط ندارد میگه این چیز ما رو ملامت نکنید ما اومده نیستیم که یک نفر رو پول گیم برای که در همین ده زندگی میکنیم در همین گرد اطراف همین بچه ها طلبه های ما زندگی میکنیم بعضیش که چند نفرش که در یک کوچه زندگی میکنیم چند نفرش که همسایه هستیم شرم داریم اخر میگن نو پول ته گفتم میگن ما در همین کوچه میگذاریم میگن ما سرخم میکنند میگن اینها واقعا فهمیدم که معلم ها رو لیکن اینها تو درجه رسیدگی که به همین گپ اقلا نگفتن نمیتونن همین گپی که به ما گفته ایستادن به همین ها اقلا فهموندن نمیتونن که شما از کجاها پول گفته ایستادید به اینها ما روبرو میشویم به اینها سر به سر میشویم در یک کوچه زندگی میکنیم بچان پدر و مادرش یار هستیم دوست هستیم بچه‌اندش خیش و تبور هستیم در یک محله زندگی میکنیم با اونها روبرو شدن در کورا شما پول میگین این چند تاش آخر متیمات که صرفا میره بعد این پول هایی که جمع میشه بعد حساب کتاب میکنند بعد میبیند که چند پولش صرف شده که کجا شدگی شما چی میگین گفتن نمیتونن این گپا وقتی ما زنگ میزنیم همین بیملال میگن که گفتم میگیری شرایط ما رو نمیفهمی همین خیلی است انا این گونه گپا خیلی زیاد است حالا چندین قلابی هایی که برای ساختن مکتب معلومات هایش به ما اومده رسیدگی است ما برنامه هم کرده هستیم حالا نمونه هایش رو به شما نشان بدیم در رفت برنامه که مثلا یک مکتب ساخته شود اگر به $1,000,000 اون مکتب بنا ساخته میشده باشد تقریبا 40-50% همین مبلغ در کیسه نفران میموند که پول از بودجه به دست آنها میگذارد اول میدهند به پادریاتچیک پول رو میگیرد و وعده میدهد که اگر من همین مکتب رو سازم انا میقدر قسمی پول رو به تو گارانده میدیم قسمی پول رو گارانده میدهد بعد این مکتب رو میسازد با چند بار دیگه تفتیش میفرستند و باقی موندگی پول رو هم چی میکنند این پادریاتچیک کسی که پودرچی باید با گداگی کند چند صاحب کار دیگر با همین خیلی میشود مکتب نیم ساخت و ناساخت نمیدن چندین مکتب ها در همین حالت قرار دارن پول هایش رو کایفو خورده شدگیان تماشا بینون عزیز خیلی در این باره گپ ها زیاد است معلومات ها خیلی زیاد است همین چقدر من گپ ها اینجا به قید گرفته موندگی هستم و از یکی که شما الحال خواهش میکنم که علاقه چندین نفر واردی برنامه شدند استودیه همگی 10 نفر در استودیه همگی 10 نفر میگنجند که نفرانی که در انتظار میستند تو برآمد کنند دیگر نفران نمیگنجند برای همین حالا در واتساپ در ایمو هم زنگ زده ایستادند به همه شما اعلام میکنم و خواهشم این است که وقتی که وارد استودیو میشوید و در آمدن نمیتوانید باز کوشش دوباره سه باره و با تکرار کوشش کنید تا واردی برنامه شوید وقتی که به شما راه نمیدن این نشانگری اون است که علاقه در برنامه 10 نفر وجود دارد با یک نفر برایت به جای شما دارید در واتساپ و ایمو هم همین است وقتی که شما زنگ بزنید زنگتون قبول کرده نمیشود شما ما رو ملامت نکنید این نشانگری اون است که نفر رو علاقه زنگش رو ما قبول کرده هستیم او در انتظاری هست که سخن کند بعد از اون که او سخن کرده شد او رو با اون ما خیر خوش میکنیم و نفر دیگر را قبول میکنیم و همین طور است برادران عزیز شما ناامید نشوید زنگ زنید وقتی که زنگ میزنید که رختی علاقه بنده است شما کوشش کنید که یک مدت انتظار باشید یا به مسئولین تکنیکی به همین رقمی که زنگ زده شدید نویسید که من گپ مهم دارم یا یک چیز یا به من نوبت دهید من گپ زنم حتما به شما نوبت داده میشود گپ میزنید اما ناامید نشوید ما رو ملامت نکنید که به من نوبت ندادید حتما ان شاء الله گپ خواهید زد حالا زنگ را از واتساپ بسم الله گفته قبول میکنیم و همین خیلی چندین معلومات های اینجا وجود دارد که در رفت برنامه گفته رفتن میگیریم دوستان عزیز تا اونایی که به گپ میدارند برادر ما یا خواهر ما از واتساپ به شما اعلام میکنم که تگمه لایک را پخش کنید دیگران را به برنامه دعوت کنید و کسانی که به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه نشده اید خواهش میکنم به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید همینجا پیشرفت تاجیکستان را مشورت میکنیم ان شاء الله که پیش میرویم حالا از واتساپ
الو السلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوزی خوبه که سلامتیتون خوبه؟ الحمدلله. بفرمایید برادر عزیز گرامی. همین برنامه شما که بله مثال برنامه شما یا دیگه برنامه‌ای که هست مقصد نمودین طبیعی یا گروپ بسیار همین گپ بسیار چی در کار فقط ما همین همچون یا توجیک یا مهاجر میگم که خیستان در کار تمام کجا خیستان در کار؟ خیستان در کار همه یک گپ شده خیستان در کار با گپ دیگه نمیشه گپ دیگه که گپ در کجا خیستان در کار خیستر چیکار کردن در خیسته همین مهاجرا همین کل مهاجرا هست همه خیسته وطن رفتن در کار جای کار همه چی را در وطن کردن در کار اوجا رفتم یک گپ میشه برادر عزیز بسیار خوب عجب یگان علاوه دارید شما ایجا که با گپ خولی کن یگام کار نمیشه و یا وقتی پریزنواد نمیکنن مقصد خیلی و یا فکر نمیکنن در جایی که گروه برام بریم که مقصد ما اینترسی نیستیم در و یا با همین خاطر ما باید بریم با تاجیکستان انشالله در تاجیکستان باید هر یک ما ای حق و حقوق خمان دفاع کنیم که ما در جای کار بتین بسیار ما دیگه نمیریم روسیه. تشکر به این فکر اندیشه شما بسیار خوب. فقط تنها اینجا ملاحظه من به شما این است که برادر عزیز حالا اگر خبر داشته باشید در تاجیکستان نفرانی هستند که با برزم $500 با $500,000 دیگر داده به روسیه آمده شدند. به بلیط فروش از گذشته برای گذشتن سرحد پول داده ایستادند، به پلیس پول داده ایستادند، در فرودگاه ها پول داده ایستادند و هاکزاها. اگر بلیتشان $500 باشد با $1,000 دیگر صرف کرده $1,500 $1,000 تا $2,000 صرف کرده به روسیه آمده ایستادند. برادر عزیز حالا شما از گپتان معلوم می شود که در این برنامه ها زیاد شرکت کرده اید و گپ های ما را زیاد شنیده اید. حالا نفرانی هستند که از این گپی من شما خبر ندارند و کوشش کرده ایستادند که هرچی هم باشد تاجیکستان را خالی مانند به همین حالت خودش مانند و در یک کاری کرده تاجیکستان را ترک کنند. در تاجیکستان واقعا در همین حالت قرار دارد که هر نفری که در تاجیکستان هست وقتی که این گپ رو میگوید که بچه تو از دور گفتن میگیری، اینجا رو ندیدی، تو اینجا چی احوال است، اینجا نفس کشیدن با اجازت است. یگان کس استراخوفکا نیست که امروز یا فردا پشت پنجره زندان شود اگر یگان گپ گفتنی داشتگی باشد. میری در جلسه معلمان، در جلسه پدر و مادران اشتراک میکنی، از بلا هزار گفته دمت نبرآورده کلت خم کرده گوش کرده میگویی. معلمان مجلس تشکیل میکنن، از حکومت آدم فریاد میکنن دعوت میکنن، از پلیس آدم دعوت میکنن، از امنیت آدم دعوت میکنند برای چشم تو رو ترسوندن یگان ضدیت نکردن است. پول طلب میکنن، اونها خودشون تشکیل کرده هستند. شما جلسه رو تشکیل کنید ما رفته میسیم یگان کس به شما گپ نمیزند. بعد یگان گپ گفته نمیتونی. مبادا یگان گپ گفتی به خاطر دفاع حقوق فرزندت، به خاطر همون کیسه خراب نشدنش یگان گپ گفتی، تو گناهکار خائن ملت پشت پنجره زندان میشوی. تاجیکستان در همین حالت قرار دارد. برادر عزیز شما میگید که رفتیم با مردمی که $1,000 بالای پول بلیتش صرف کرده حالا بیرون برآمدنی شده ایستاده است. اون مردم رو چیخیل تو گپ زنان میکنی، چیخیل گپ رو میفهمونی که نه بیسته. حالا ببینید $1,500 $2,000 این پولی کم نیست. میتواند برای یک عائله کوچک آذوقه یک ساله خرید، خوراکواری یک ساله رو خرید با $1,500 $2,000 که میتواند یک عائله گشنه نماند. لیکن یک نفر این همه رو ماشینش رو میفروشد و دیگه داراییش رو میفروشد، بلیط خریده رفته ایستاده است یا قرض گرفته رفته ایستاده است. حالا در چند ماه این پول رو کار کرده برمیگردن و تعیین. برادر عزیز
در این حالت شما گفته شدید که برگردیم. بیایید این برادرانی که در این حالت هستند اینها هم مثل شما گوش کنند و بگویند که گپ بس برویم گویند. خیلی نفرانی که گپ زده گوش کرده خسته شده میگفته که کس اقلا 50-60% شوی. بعد این گپ ها ارزان میشه. برادر عزیز تشکر به شما. غریب بچه بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوزی اکا. الحمدلله. امیدوارم شما هم خوب باشید. بفرمایید برادر عزیز. رحمت. امیر روز مادری بابا جان قیومزاده گذشت. ما گفتیم همون برادر رو یا تنصیحاتی بگیم خیر خداوند جوش جنت گردونه. بله برادر عزیز. متاسفانه مادر عزیز وفات کردند. از همین فرصت استفاده برده هرچند پیشکی اظهار همدردی ما رو کرده بودیم. از نام تمام اینان مخلصان از نام ما هم پیام با آنها سلام می‌گوییم. ما رو برسون. مادرش جوش جنت گردونه. برابر شما همدردی خود را به اکای بابا جان قیومزاد و دادر عزیز امیر جان و به دیگه پیوندانشان و سلامت باشید. گرامی هم محمد اقبال حسینی به همسری برادر عزیز گرامی محمد اقبال حسینی که پیوندی به این خانواده دارند. کمتر خطا کردم. پیوندی به این خانواده دارند و همه ایشان من اظهار همدردی میکنم. خداوند مادر عزیز گرامی را رحمت شایسته جنت کند و دیگر نفرانی که با این عائله پیوندی دارند. چندی از دوستانمان پیوندی دارند. با آنها نیز اظهار تسلیت بکنیم. خدا رحمت شایسته جنت کند. پوری تاریکشان پر نور گرداند پروردگار. یگان گفتنی دیگر هست؟ یگان گفت برآمدن نه برادر؟ بسیار خوب. حالا یک زنگ از چی است؟ ایمو از واتساپ. الو هستید؟ تا قد چه اوزیمو بفرمایید برادر عزیز. من همی آدمی که گفتم که پروسه خیستن در کار وطن رفتن در کار گفتن در کار که ما در جای کار بتین ما بیزور شدیم. همین برادرای ما یک گپ میگونده. همین ما یکم بار همین کانال دمه درم ما یگان بار زنگ زدگی نیستم در یگان جو. بله. همین یکم باره که من فقط در همین کانال شما زنگ زدم کی گفتنیم. همین یک پیام دارم. همین همه در میرسه که همین گپی ما میرسه. حاضر رسیده شده است. تقریبا 500 حرف شما را گوش کرده شدند. برادرو خیسته با وطن رفتن در کار طلب کردن در کار که ما در جای کار بتین ترسونچک نشین. تو که میترسین؟ تو که هم خیمه گردین ترسیده خیلی دل نیشنی چی میشه و دل نیشنیش. بله برادر. تو که رسیه میوید وطن رفتن در کار راست از ای حق خودمون گفتن در کار که ما در جای کار بتین دفاع کردن در کار جای کار بتین ما نمیریم دیگه رسیه تمام سیاه. حالا تماشاگران عزیز یک معلومات داریم. معلومات با صورتهایش در دستمون است. انشالله که تقریبا تماشابینان از 1000 نفر گذرند نوار را پخش میکنیم و در این باره معلومات میدهیم. یک دزدی که نیمی از پول مکتب ها به کیسه او میرود خیلی در نزد عائله هم یک شخصی نزدیک است. با خانم آزاده رحمان سر کار دارد و بسیار کارهای خانم آزاده رحمان را همین اجرا میکند. یک شخصی کار اجرا کنی خانم آزاده رحمان است و پول مکتب ها اصلا از بودجه تاجیکستان برای ساختمان مکتب ها به دست همین خانم میگذرد. حالا در ما معلومات هست با صورت هایش که این خانم کی است با نام و نسبش. انشالله که تماشابینان از 1000 نفر گذرند انشالله
با این نفر همه شما را شناس میکنیم، با این دزدی غارتگری کیسه هر یکی من شما. حالا کوشش کنید که با برنامه وارد شوند دیگران و ما از 1000 نفر گذریم و این نفر را با یک یک شما شناس کنیم. امیدوارم همگی کوشش میکنید که از 1000 نفر گذریم. حالا تکلیف من به یک یک شما این است که خواهش میکنم تماشاگران عزیز، نفرانی که نزدیک 500 نفر ما را تماشا کرده ایستادید، خواهش میکنم وارد برنامه شوید، خودی حاضر وارد برنامه شوید و خودی حاضر با یک یک شما امکان میدهیم که در این باره حرفای خود را بگویید. من میدونم جان یک یک شما در عذاب است، من میدونم که امروز شما غارت شده ایستادید، من میدونم و حتی برای وارد کردنی فرزندانتان به مکتب امروز مشکلی ها دارید. من میدونم امروز چندین نفر پدر و مادرانی هستند که در تاجیکستان برای خریدن سر و لباس به فرزندانشان پول ندارند، در پیش فرزندشان مضطر هستند، فرزندشان گریه دارد، از که قرض گرفتن رو نمیدونند، به پیش 3-4 نفر خویش و تبار یار و دیار رفته پول پرسیدند، پول نیافتند، در همین حالت چندین هزارها نفر قرار دارند. حالا به من زنگ زدگی ها از 10 نفر گذشتگی هستن که در همین حالت هستیم، شما یاردم کرده میتونید. ما چی یاردم میکنیم؟ خودمون بسیار وقت به کمک محتاج هستیم. چقدر نفرونه هستن که زنک، مردک، حتی مردها زنگ میزنن میگن که همین 3 بچه مکتب خون دارم، به یک تاش چیز خرید آمدم، هر دویش گریه دارد، به یک توی دیگرش رفته قرض گیرم، گفتم قرض یافته نمیتونم، پیش چند خویش و تبار رفتم که اونها هم فرزنداشون مکتب رو است، برای فرزند خودشون به چه زود پول یافته ایستادن. انا همین خیلی حالت در تاجیکستان، حالا همین خیلی حالت قرار داریم. بیچاره مردم، شرایط اقتصادی چقدر متشنج است، اما این رو حکومت ما پروا ندارد، تماما اهمیت نمیدهد. چشمت کور یافته ته 180 سومانی برای طلبه مکتبت بده، لباس یگانه حتمی است، باید لباس یگانه رعایت شود، لباس بخری، باید توصیه مکتب رو بگیری که از کجا بخری، چگونه بخری، از کدام مغازین بخری، باید لباس بچه تو رو کدام دوزنده بدوزد، اگر وای ندوزد لباس از دیگر جا گرفتگیت قبول نی. چندین مکتب ها همین خیلی اعلان کردگی هستند، در جلسه های خود همین خیلی اعلان کردگی هستند. نفرانی که وارد شدگی هستید این خیلی است که اگر شما میکروفونتون رو فعال نکنید، اقلا شما نمیتونید وارد شده. درست است که ویدیوتون رو، صورتتون رو نشون نمیدید، اقلا میکروفونتون رو فعال کنید بعد وارد میشوید. وقتی که هم میکروفونتون رو میکشید هم ویدیوتون رو میکشید، شما رو وارد شدن نمیموند برنامه. حالا چند نفر اینجا نشون داده ایستاده است که در اومده نتوانسته ایستادند. انا برای همین هم امروز روزی است که یک بار ما وقتی که از ما طلب می شود که به این گپ هم پول، به آن گپ هم پول، به اینش هم پول، ما بگوییم که بس است، بس است. طبق قانون تحصیل در مکتب رایگان است، شما رایگان بودن تحصیل رو تامین کنید. شما رایگان بودن تحصیل رو تامین کنید. خصوصا در همین شب روز باید فراز به انصاف بیاید. چقدر خونی مردم رو میمکی، حتی به علف هایی که در کوه های تاجیکستان میروید تو خوجه این هستی نمیمونه مردم حتی علف های گیاه های کوه ها رو بکنند. شیره کمال از تو است. افغان ها رو میبیاری میدروانی میگیری، حتی به مردم دسترسی نمیمونی، به مردم اجازه نمیدی که حتی از همین فایده بگیرد. همین 180 سومانیت رو در همین سال تحصیلی همین ساله بگیر، دفع کن، از بین بردار. شرم گفتنی گپ، حیا گفتنی گپ، ناموس گفتنی گپ در شما هست یا نه؟ همه مهم انصاف گفتنی گپ هست یا نیست در شما؟ واتساپ زنگ زده ایستادن، بردارید.
الو الو بفرمایید. نفری که از واتساپ زنگ زده شدید. لبای گپ زده شدند. مرا میشنوید؟ نفری که از واتساپ زنگ زده شدید. صدایتون رو ما نمیشنویم. میتونید از نو زنگ زنید. الو الو گوش میکنم شما رو، بفرمایید. سلام علیکم برادر شوکت محمدی. خور عزیز گپ زنید. برادر درباره همین مکتب گپ زدید. من بسیار خواهش دارم که همین مکتب طلبای مکتب میروند که همش پول قطیده، همین کتاب ها را میخرن، با آخر حساب کتاب ها را آنها دست طلبا میگیرن. بله. همین من نمیدونم رایگان میگن کتاب ها را میفروشن، با کتاب ها را گرفته آخر حساب دست طلبا میگیرن. بله. هست آیله هایی که مثلا چند نفر خواننده دارن زورشون نمیرسه. همین ما چه فهمیم؟ شما چی مصلحت میدید که چیکار باید کرد؟ ببینید کتاب ها میبیاین میگن که این کتاب ها رایگان است، ما فقط کتاب رو با اجاره میدیم. یک قسم مثلا گریب پولی اجاره داده میشود، فرض کردیم کتاب 50 سومون است. بله، کتاب 50 سومون است، مهلت استفادهش 5 سال است. کتاب رو 5 سال 10 سومونی اجاره میدهند، بعد از 5 سال باز همین 10 سومونی رفتن میگیرد. این کتاب پولی اجاره با پولی اجارهش تمام شد، دیگه پولش برآورد. این کتاب حالا اینکه بی پول اومده بود پولش برآورد، دیگه بی پول نمیشود. باز 10 سومون 10 سومون 10 سومون یک کتاب همین تا لطه شده ریخته رفتنش 10 سومون 10 سومون میشود. حتی از حساب همین اجاره دادن فوند جو کرده برای ناو کرده ایستادن این پول چوره نمیانداشه. این کتاب برای ناو کرده ایستادن این کتاب چوره نمیانداشن، به اجاره میدهید. درست به اجاره دهید، بگذار این کتاب تا فرسوده شدنش استفاده شود. وقتی که فرسوده شد از حساب همین پولی که به اجاره داده می شود باید این کتاب نو شود. نه، فرسوده شده می رود لطه شده، باز از مردم پول رو گرفتن میگیرن، پول رو گرفتن میگیرن، پول رو گرفتن میگیرن. هیچ کس در فکر یک 10 ساله 12 ساله 15 ساله در فکر نو کردن کتاب نیست. این رو میگویند فساد. این رو میگویند فساد. خواهر عزیز، من با شما موافق هستم که اول رایگان میگن با اجاره میگیرن، اما حالت های هم هست که کتاب آمدگی است نو، نرخ کتاب رو از پدر و مادر میگیرن، با آخر سال کتاب رو جمع کرده میگیرن. آفرین. آخر این کتاب رو پولش رو گرفته مونید به دادر خواهرش ایستاد این کتاب. وقتی که پول کتاب رو گرفتید شما با فرم‌ها یگانه گفته طلبه ها میگیرن، صنف‌های یک مخصوصا فرمای همه یگانه گفته پول ما میسپاریم، یک فرمای میتین که و در این پول بخشه ارزش نداره. بله. لیکن ما هست مثال که ما میخوایم برای خود ما یگان لباس خریم فرزند ما، لیکن و مجبوره که نه انا این فرما باید طلبه مکتب این خیلی فرما پوشه. بله همین طور. خما زورمون یخوان نمیرسد، نمیدونیم چیکار کنیم، مجبور میشیم با دیونباره خودمون خریم. اینا یک ماه میپوشن بعد تمام، بعد دیگه با کسی چی فرمایی که خودش خریده پوشیده. بیچاره پدر گپ رو شنیده ایستاده تماشاگران عزیز، بیچاره پدر و مادر به کامپرومیس میآید تو اینکه به سرش بلون نخرد. خوب گفته همون لباس کاشش، یعنی صفتش پست رو از این مناپالیستا میخرد. خوب گفته در یک ماه این فرسوده شده میرود، همین جینجک شده میرود. همین خیلی دیگه نه درزمول کرده ویروس سیاحت کرده شود، همین خیلی پخمولک بسته میرود هر جای. تماما از همه صفتی پست شده. بعد از یک ماه از بلا هزار گفته این متریالی نادرست رو میخرن، صفتش پست رو. بعد از یک ماه باز این پدر و مادر مجبور است که از نو سر لباس خرد به فرزندش. فهمیده ایستادید؟ بفرمایید دوام کنید خور عزیز. بسیار کمبودی ها هست، مثل اویلای هست که فرزنده بسیار دارن زورشون نمیرسن، حیران میشن، مجبورن که قرض کنند و همین کار کنن. به فرمه مکتبی که ویو میگن اگر من قبول نمیکنن. بله.
را کجای میتونی زندگی تا یاب اونا فرق نمی فرمان ابالا شدگی خب فرمان ابالا ما چیکار کنیم نمیدونیم. یعنی مکتب برای این حکومت ما یک دکانی بیزنس است. مکتب باید چی خیلی که نباشد از اونجا پول برویانده شود، از اونجا پول بروید، نه به دانش به صفت، نه به دانش، نه به صفت تعلیم، نه به دانش معلم، نه به نقشه تعلیم. به یگان چیز اهمیت داده نمی شود، به یگان چیز اهمیت داده نمی شود. فقط یگانه طلبات از اونجا این است که از اونجا پول بروید. همین مسئله خورد و خوراک مکتبی هم فقط چی است؟ پول رویاندن است، پول رویاندن است. همین میبرند ماسکووسکی مکرون هر قاشق ده برتدان گفتی ازبک‌ها همین یک چی میکنن میدهن پلوفکه میدهن رنگ ترمه ها، بعد یک چند چیز خوی ارزان کتی خوشرو میکنن. بیچاره طلبه مکتب مکتبای مانده این خوراک نمیتیان. هم کسی خانه از چیزی که برد و همجا یک تا خاداک و سسکای نمیدونم کدام صفتش خیر ما خب مخصوصا ما نمیتیم. ما برای که خانه خوراک میتیم میگه همینجا نخرد دیل ما پر نه، ما فرزند ما یگان و نیکو فرزند همونا مکتب میفرستونه که و علم آموزد. یک طلبه هست که همین خواهشی خواندن دارد لیکن نیست شرایطی که در اون مکتب ها همیشه وای کنن خوانن. مجبور میشه ما پدر و مادر با در خانه با همراهی فرزندا خود درس میکنن چه نخواد همون. حالا ببینید عموما الکی که همین طرز تعلیم صفت تعلیم هم به نهایت بی‌پروایی نشده. الکی معلم ها میدونن که چیکار کنن رحمت میشنوند، تشکر میشنوند. تعلیم خوب داده، آمادگی دیده به طلبه‌وان تعلیم داده تشکر نمیشنوی، فقط پول جمع کرده داده تشکر میشنوی و تو تینجا آروم هستی. معبودویه. حالا با یک معلم چند روز شد، تقریبا 10 روز شد صحبت کردم. او مرا ملامت کرد که تو بسیار شرایط رو ندانسته از عثمان گپ زدن میگیری. یعنی دعوایش این است که میگوید که اونجا مثلا گریم این خیل معلم این خیل پیشنهاد کرده نمیتواند این کار رو کنیم اون کار رو نکنیم، این طرف باید باشد اون طرف نباید باشد. این خیلی گپ معلم زده نمیتواند. یک بار تو گپ زن اونجا داخل معلم ها میگوید پوری بوز است. یعنی فروشنده های مقامات امنیتی میرود میگوید به مقامات امنیتی خبر میدهد، در حال میگوید تو به مقامات امنیتی یا به مقامات پلیس دعوت میشوی هیچ نه. دیرکتور مکتب تو رو دعوت میکنند میگوید که یک بار دیگه این خیلی گپ زنی کار بیزیب میشد، به من گپ میرسد، خواهش میکنم این گپ رو نگو. همین درصد رو اومده داده تینجا که گشته برفتن گیر و دیگر کارت نباشد، بینیت رو نخلان. این خیلی گپا هست میگو دیگه. فهمده شده تماشاگران عزیز وضعیت چطور است؟ بردارید زنگ زده شده باشه. بخشش زیاد برادر شوکت محمدی است تا ما وقت شما رو زیادتر گرفتیم. تشکر به شما. یکان چیز دیگر گفتنی باشد بفرمایید. نباشد یکم میشم کفایه. من رحمت تشکر به شما. تشکر. در برنامه های دیگر هم اشتراک کنید انشالله. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من برای همین وظیفه‌دارانی که در وزارت اطلاعات کار میکنن گفتنی هستند که شما بی‌سوادند که ارا از بفهم نمیکنند. در یک حالت کاتاستروفی اهالی جمهوری تاجیکستان را قرار دادند. مثلا در یک اوله هست تا 4-5 کودکی هست که دخترانشون به سن 17 ساله رسیدن، اونا نمیتونن تحصیل کرده، اونا رو مجبور میکنن از اونا پول ندونن، پدر مادرشون در یگان جا کار نمیکنن، همه قیمتی همه قحطی
پول سوئد در یک ماه 2 مرتبه می‌باید. 2 مرتبه هر 15 روز. عزیز رجبوف آماده شوید، حاضر به شما نوبت میتیم بعد از واتساپ. برادر بلندتر گپ زنید، نفری که از واتساپ گپ زده شدید. من شاهد یا بسیار حالات شدم که بسیار از دخترها و پسرها از مکتب میگیرن بعد از فینا، از خاطر به خاطر چه؟ به خاطر که اونها خواهش دارن اما نمیتوانن تحصیل کرده. میپرسی وقتی میپرسی تحصیل کرده میتونن. حالا ببینید همین از صنف 9 گرفتن رو دربارش گپ زنیم برادر عزیز. حالا دو فرزند من خودم 2 فرزندم رو از صنف 9 گرفتم. به خاطر چی؟ به خاطر اون که الکی فرزند کلونیام در کالج میخواند، الکی کورس دوم شد، هم صنفانش صنف 10 شد، صنف 11 شدن، او کورس دوم شد. وقتی که هم صنفانش 11 رو تمام میکنن، بعد از 1 سالش فرزند من کالج رو تمام میکند. من گرفتم دخترم رو هم به کالج امسال دکومنتش رو سپردم، از امتحان گذشت، انشالله به کورس یکم کالج الکی داخل شد. او هم صنفانش صنف 10 میرود، او به کورس یکم کالج میرود. این فرق دارد. از اینکه 2 سال دیگر عمرش رو با تحصیل در مکتب میانه میگذراند، در پروفسی خودش، در اختصاص انتخاب کرده خودش تحصیل میکند. الکی هم صنفانش به کورس یکم وقتی که میروند، این در کورس سیوم تحصیل میکند. هم صنفانش وقتی که به کورس دوم هم میگذرند، این الکی کالج را تمام میکند و به کورس سیوم یونیورسیتت میدراید. قاعده همین خیلی است اینجا. به کورس سیوم یونیورسیتت میدراید، حالا که نو هم صنفانش در کورس یک هستند. این بسیار خوب است. اما هم تو به یگان گپ و کلوچه از صنف 9 گرفتن او را به کارهای دهقانی، به مهاجرت و به کارهای ساختمانی این خیلی ها بی‌ثباتی ها مشغول کردن به نهایت ضررش هست. تو صنف 9 هر وارد تکنیکوم شود، کالج شود، هر روز در مکتبات پاکستان پول طلب میکنن. بله، برای اوقات پول، برای رمان پول، برای سر لباس پول، مجبور همون لباس هم میخریم، برای دفتر پول، برای تولد معلمه پول، دکتر پول، برای تمام کارو پول. حالا برادر عزیز همینجا صبر کنه. یک نفر با نام وارخ وارد شدن، اون کس رو گوش کنیم، باز شما رو هم گوش میکنیم. در خط بمانید. الو وارخ. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. کی شوکت جان خوب هستید؟ الحمدلله خوب هستیم، تشکر به شما. این برنامه تا خیلی در وقتی مورد است. چی میگن کاپتان توری همش پول همه پول جمع کنی اید در مکتب ها. شما از خود وارخ؟ نه، من از روسیه، منم مهاجر. بفرمایید گپ زنید برادر عزیز. وارخ زنگ میزنه میگویند همین چی میگویند مکتب پول فرستان گفتنی گپ ها هست می؟ اکو هست میدین هست. تو در وارخ حاضر اسفال کسادیان در اسفال پول، نه کووید پول، در همه چیز پول میگویند. کووید برای کووید برای چی پول؟ نمیدونم از کووید کسالی سیراب گفته پول میگن. بله، در وارخ هم پول میگن. برادر عزیز با گفتنی داری در این باره؟ گفتنی دارم. این برادر برای رفتن سخن کردن حاضر میروید چی میکنید؟ در تاجیکستان چی میکنید؟ زواد نداره رفتن. بله
завод کارخانه نداره چی میکنید؟ завод کارخانه کم میگید؟ خب کم میگوید خود اوه خودتون باید کرده ساخته خودتان مشکل در همین کارتان خود خودتون کردن نمیمونن، خودتون کردید کشیده میگیرن. مشکل همین جاست. نباشد با این مردمی تاجیکستان همین آزادی داده شود که مردم خودش کار خودش رو پیش برد، خیلی خوب میشود، مردم خیلی پیش میرود. اینها نه فقط که هم مال ملک مردم رو زده کشیده میگیرن، حتی به مردم حق نمیدهند که مردم خودش کار خودش رو پیش برد. حالا نفری از اینو زنگ زده شدن در فکرم، حالا از واتساپ. الو الو واتساپ. نفری از واتساپ زنگ زده شدن، نفری توسط استودیو وارد شده نتوانسته شدند. به این نفر خواهش میکنم اگر نوشته شود توسط چت نویسین آموزانی داشت. الو نفری که از واتساپ زنگ زده شدید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یک شیء قید کردنیم که در این سیاست پیشگرفته این دولت گپای من میره و میره بیاید، ما شما رو گوش کرده شدیم. این یک سیاست دولت است که همین خلق رو به هر یک طریق کمبغل کنه، قشاق کنه. وقتی که خلق کمبغل شد، قشاق شد، دیگه فکر دولت داری، فکر پیشروی رو اون کس نمیکنه. با واسطه مکتب، با واسطه سیر شدن رو میکند. بله با واسطه هر یک کار از خلق همین پول رویاندن گرفتن نگیره. بله این سیاستی پیش گرفته که همین دولت هست. من از وقتی که یکم قدمش همین پرزیدنت در خاک همین شنبه مول، من از همون وقت از جمهوری بیرون شدگی بزنم، برای که من میدونستم این شخص چه دولت رو پیش میبرد، چه سواد دارد. همین آدم که بی سواد شد خیال میکنه که همه بی سواد، فقط من یک خودم سواد. تمام. اینجا یکم مسئله دوم درباره دین میرود. درباره دین میرود که خلق ما همه میگه که ما مسلمان هستیم، الحمدلله مسلمان، ما نمازخوان، همین 2 رکعت نماز میخونه، خیال میکنه که مسلمانی با همین 2 رکعت نماز میشود. این عیبی همون پیشوا ایشونا ملاهای ما هست که ما رو با همین روزا آوردگی. در تمام امر معروف فقط از نمازخوانی امر معروف میشود، از پراخری نیست، از حقارت کنی دشنام کنی امر معروف نیست. زبانش هم میکنن داخل این خیلی گپ زنند. نفهمیدم شما رو. زبان این خیلی گپ میزدگی رو میکنن. نه از همون پیش وقت اگر از همون پیش اینا رو میشد همین گپ کارو نبوده. اگر که میشد همین گپ کارو با این روزها نمیرسیدیم. بعد درس‌های تربیوی گفتگی به در وقت سیوز در تمام مکتب‌ها، مدرسه‌ها، اینستیتوت‌ها درس‌های تربیوی بود. باز درس تربیوی وجود نداره. وقتی که میشه خلق به فرهنگ، به مدنیت کشید، به سوادی پیدا شدن میگیره. بله. یکم درجه میشه هم حرف ا نشون میده که حرف الف باید اول درس تربیتی درس نشون که پارالل نی. بعد اون جمعیت با مدنیت میشه، با فراست میشه، با علم میشه. بله. درباره من دین گپ میزنیم. اگر ما خلق مسلمان ما میگیم مسلمان، ما اگر مسلمان باشیم مسلمان ما با زبان مسلمانیم، با قلبا با دلمون ما مسلمان نیستیم. اگر ما با قلبمون با دلمون مسلمان باشیم اینا 30 سال در سر دولت نمیشینن، نمیتونن 30 سال. برای که جای ترس فقط از یک جا، ما مسلمان باید یک جای ترس باید داشته باشه، فقط خدا. از یگان چی باید دیگه نترسه. بله. در اینجا برآمد
برآمد میکنه که ما تیار ما اینجا میریم اونجا میریم. این همین فقط زبانشون بلبل بلند گپ میزنه، قلبشون قبول نمیکند این کار رو. اگر قلبای ما همه مستحکم باشد بر دینمون به خدا و پیغمبرمون کو، اینا همین 3 روز سر دولت گرفته میروند همه. بله تشکر. حالا ببینید یک مثال عادی همین است. وقتی که معلم به شاگردان خودش پشتگردان رو بر روی تخته صنف وقتی خط نوشته می ایستد، از عقب شاگردان به کارهای خود آواره می شوند. در اینجا حرمت احترام استاد و به درس اهمیت دادن، آداب و اخلاق شاگردی را رعایت کردن وجود ندارد. اما وقتی که در شاگرد، در طلبه مکتب، در خواننده صنف، در دانشجو از خدا ترسی وجود دارد، او احساس میکند و فکر میکند که وقتی که معلم پشتگردان است، روی تخته صنف است، به طالب علم پشتگردان است، باید طالب علم بداند که گرچند که معلم پشتگردان است، خدای وجود دارد که هم معلم را دیده ایستاده است، همین به اخلاقی های طالب علم را دیده ایستاده است. و طالب علم کوشش میکند که طالب علم خدا ترس کوشش میکند که هم در روبروی استاد، هم از پشت استاد، هم در بودن استاد، هم در نبودن استاد احترام استاد را به جا بیارد. حالا تشکر به شما. اگر یگان علاقه داشته باشید بفرمایید. حالا نفرانی میخوان اینجا صحبت کنند به آنها نوبت میدیم. یگان علاقه دارید باز؟ با هست یک کم تا علاقه کنم. نفرانی که از خود وارد شدید خواهش میکنم این از صدایشان یک شخص سال خورده میتوان احترامشان را به جا بیاریم، گوش کنیم، صبر کنید، ان شاء الله شما هم نوبت میدیم. بفرمایید. من سال خورده، بله، من پنشنرم که پنشن نمیگیرم. من هم چیزایی که گپ میزنم از سرم گذشتگی است. من میدونم با آدرس، با فامیل، با نو همشه گپ زنم. در ناحیه من خودم استقامت کننده، جای تولد همه چی من شهر دوشنبه. اگه در ناحیه نوروباد در یک سوخوز روغن میگن، اونجا از اهالی پول جمع کردن برای مکتب ساختن، پول پول جمع کردن، با خلق مجبور کردن که بیا مکتب سازه. اول پول رو جمع کردن، اول پول جمع کرده گرفتن، گفتن که ما خودمون مکتب میسازیم. وقتی که پول جمع کرده گرفتن، با خلق مجبور کردن که بیا مکتب سازه. باز مردم باید پول جمع کند. نه، با یک واقعه دیگر روی روزگی بود که ما فرزندان ما مکتب خون یک روز اومد یک گفت که معلم میگه که پول پشکه بیارید. بعد من قهرم شو گرفت و خواستم با سری همون معلم رفتم که نیافتم. معلم بر راست با هم معارفی شهر رفتم. همین میدارم وقتی گپ میزنی و او درم میپرسن اگه جو تو چکوره سرو توده شده. بعد پرسیدم که این مکتب پولکی که به پول، گفتن که به پول. خیلی گفتم به پول باشه یک سیب و چند تا همین لامپشکه. گفت که همین یک تا لامپشکه میشه و همون وقت همین لامپشکه 50 دیرم 60 دیرم بود. و گفتن پرسیدن چند پول میشه؟ 50 تا 1 سومونه. گفتم یک لامپشکه که باشه از این طلبه 3 سومونی گفتن که 3 سومونی برای که لامپشکه مکتب سوخته. 30 طلبه حاضر در ترکستان یگان مکتبی وجود نداشته باشه که از 30 طلبه کم باشه، از 30 بالا هست. 45 طلبه به یک سیب میخونن. بله. من از 30 طلبه 90 سومون میشه. این 90 لامپشکه همه مکتب را بسه کو. بله. من رئیس معارف دیگه خب تو از کجا سروش کو. هم خیلی کارو بیشتر روی دوزگی بود. برای اینا پول جمع کنیم ماهانه اینجا عیب خودمون است. گفتم که اگر ما مسلمان مستحکم باشیم باید حق خود رو طلب کنیم. بله. من التماس به همه اهالی همین تاجیکستانی میگویم شما هم مسلمانی مستحکم در دل قبول کنید، با دل، با زبان نه. همین دولت داری را با مانند که هست. من یک کس قرض میتیم بگویم که 1 سال پس قرض من رو ته. اگر همون قرض را نداد باید چند بار رفته هر سال همون را فهمونی که قرض ما چه شد، کی میتیه، چه کار میکنید. همین دولت داری همین خیلی هست. اگر همین سال مثال یگان گپ کار دولت داری که اجرا نکردن باید ما خسته گپ زنیم. بله. که برای چی رحمه کنده است، برای چی من آب ندارم، برای چی برق قیمت است. بله
تشکر به شما. منم درباره همین گپ ها التماس میکنم از همون خادمان دینی که میشه به واسطه اینترنت هم گپ میزنن در این مسئله ها بسیار گپ زنن. انشالله که شنیده ایستادند و حتما گفته‌های شما را به نوبت بگیرن. تشکر زیاد به شما. خیلی به مسئله های مهم داخل کردید. حالا آقای نیهانی بفرمایید. آقای نیهانی از استودیو بفرمایید. برای همین سمجام کنی چیو میگم معلمم میگم یا ما پرابلم داریم که خیلی کانتر همین پدر مادر سو آی چی دوران آی تکنولوژی آی چیزو اگر هم یک سینف گروپ هایی پدر مادر رو مصلحت کنن یکون سنت هم بگن نمیتیم نمیکنیم. اینجا مشکل چی هست می‌بینید آقای نیهانی؟ اینجا مشکل این است که اکثریت این مسئله های پول جمع کنی به خود گردنی پدر و مادران پرتافته می شود. چی خیل؟ میگن که مجلس پدر و مادران تصدیق کرد که همین خیل پول جمع میکنند. نه دیرکتور مکتب این داخل دارد، نه چی داخل دارد، نه راهبر صنف داخل دارد. خود همین پدر و مادران حل کرده هستند. رئیس پدر و مادران در مکتب رو امنیت تعیین میکنه. حالا در همین مکتبی که در تاجیکستان فرزندان ما میخوندن، رئیس پدر و مادران یک نفر بود که کارگری حکومت بود، یگان نفر فرزندش در مکتب تحصیل نمیکرد. برده مونده او را رئیس پدر و مادران موندگی بودن. یگان نفر فرزندش در اون مکتب تحصیل نمیکرد. یک بوزی کگب بود. همین خیل او را برده موندگی میگویند با وای همین گپ رو میگوید پول جمع کنیم میسونیستون با دیرکتور مکتب با معلمان راهبرای صنف معلم ها میگن که به این ما هیچ دخلمون نیست، همین دست برداری تو میگید با دست نبرداری بین. همین خیلی مردم رو ترسوندگی هستن. بعد میگن که نه، بعد از اونجا گزارش میدین از وزارت معارف میگن که خودی پدر و مادران مصلحت کرده بودن، مشورت کرده بودن. بفرمایید برادر عزیز. اگر امی دخه اکد نمیدونم تو خیلی ما چی میکنن که خیلی آن فکر ما میاد که همه کسا مصلحت که همه کسا هم نباشه، همه هر پدر و مادر برای که ندارم چیه همی خیلی بودم که بگن ندارم نمیکشنش. البته هم نه تا یک از کس که ندار دیگران هم ببینن نمیتیم بگن ندارم. هیچ خیلیه بود همی چخه بگم یک چند بار من روبرو شدم دامی ایرپورت دامی چیزا ایما خیلی پول طلب کن چیز کن ندارم بگم نمیتیم. همی چکاری میکنیم بکنیم بگم یک بار یا چند بار خیلی ترسوندم چیم بردن ای داپروس کنید میباره میسوسن خیلی چیم کن گفتم کار بجای میبارم برای اینا میکشنم میپرونن ما هیچ کاری چی نمیتونم. گفتم هیچ چی نمیگم ببینه خیلی چیکارش میکنی میگه که نمیتونم. اما خیلی مردم هم خیلی کنن نمیتونم بگه برای دیگه که گوش نکنه او تروریستش میگه چیزی میگه بگن نه تاش هم آقای بیاید حقیقت را گوش کنیم در این باره چی میگفته باشن. بیاید هم را گوش کنیم چی میگن. حقیقت کو گپ زنید. حقیقت هستید اینجا. مهاجر گپ زنید. مهاجر التماس بردار. سلام علیکم آقای شوکت جان. علیکم السلام بینندگان. که بهترین موضوع که در برای تحصیل مکتب از همچه یک بچه گپ زد باید نتیم سون پدر مادر چانس میگم باید نتیم. بله. ای بی خدمو کاروپسی را تشکیل کرده استیم. این ریشه کاروپسی را خدمو ساز کرده استیم. بله. همی سگم نانتی میخوره نتیش نمیخوره. میروه داری همسایه ندادوش میروه. این رحمون قطعی همه خیلی یا سگی موده ای رحمون فر کچکوش قفوش رحشه گرفتن در کار ایرا دیگر راه نداریم یا نمیتیم شون برای که چخه ما دیگر رو یگان راه نداریم. این فکر که اکه شوکت چخه یگان راه دیگر داریم این غیر ندادن. هم پدر و مادر هم میفهمونی که همین نمیتن تمام نمیتن. بعضوش مثال چیز میکنه فکر میکنه که اون معلم بودکش چاپ میگیره بچه‌ش چاپ میگیره اون من مکتب سرش میکنن بگه که چیکار میکنی بکنه مکتب سرش میکنی چیکارش میکنی بکنه من نمیتونم. همجا یا اعلان نگاه کنم در پیش گفت اکا معلمو هم حوزی همه معلمو استودنتان دانشجوان 90% حدا نعرض نشه به امون نشه که زبان کوتاهی دانشگاه حکومت شده که هستن 5 سال در
هزار رحمت اکا باید رفته 3 سال درس دیم ها اکا این همه خیلی داشت ای 4م کورسی شد اما خودم 2م کورس بودم اکا گفتم بیا کار کن نکی اوجا میره کار میدونی چی اکا از خود گفتی که سگ بچه میشه بوز میشه یا کزیار میشه در معارف شده ایجا فقط سومتی میکی معلمون موجیک شه یک کس گو شید باید شما را همه را گو تربیه نکنی نسل نورس شما تربیه میکنی اساس گذار قوار نمیچی نمیستران نمیچی نگه در گوش جوان و کودکو راه اسلام را تربیهش کنی حرم ای حلال فرق شونتین کروپسیانیشو نکنی هر روز سومیاره کنیش نه پگاوی تمام میکنه میگه بیمارم سوم بگم بیارم مرا سوم گفتم من میدادم معلم میگرفتن همین مسئله خصوصا معلم ها همین به نهایت فکر خوب گفتید همین مسئله رو محترم معلمان حاضر ما رو تماشا کرده ایستاده یا که بعد از برنامه تماشا میکنید یا که امروز فردا پس فردا بعد از 1 ماه وقتی که همین ما رو تماشا میکنید مراجعت ما به شما این است ببینید 70 سال به طلبه ها لنین برادر راهنما گفتیم در 6 یکی روی زمین کرد ملک ما را نازنین لنین برادر راهنما لنین به ما دلدار شد برقم بغل ها یار شد گفته گشتیم 70 سال همین که حکومت شوروی از بین رفت لنین برادر راهنما در یگان زبان یگان کس نیست دیگر گم شد رفت پیشوا گفته عمری بچه های خزان نکنیتون علم آموزانیتون این پیشواتون با گم شده میرود دیده شدیتون که این سیاستی همون حکومت پر اقتدار شوروی که تمام دنیای لرزانده بود رفت گم شد نیست شد لنینش هم دفع شد استالینش هم دیگه دفع شد همین نامشون بگندگی به بعدی برآمد لنین همه امروز بچه باز میگن استالین کیمچی بلاک میگن و هاکوزاها همش پدن علت میگن در یاد نمونده است فقط همین در کتاب‌های چی مونده است خلاص تمام کتاب‌هایش همش همین کتاب‌های حکومت شوروی همش مصر شد لنین برادر راهنما این هم یک کس دیگه کن چقدر یک حکومت اجتماعی ساخته بود که بهترین بود لیکن رفت شما پیشوا هیچ چی کار نکرد از گفته ایستاده همین که گم شد رفت همین پیشواتون نیست شد همین گپاتون همش بیکارتی میشد در اینجا میماند عمری بچه های پیشوا گویون خزان کردگیاتون عمری بچه های به پیشوازی وای برآوردگیاتون به همین مشرکه گذراندگیاتون همه این خیانتاتون میماند تمام در تاریخ همین آدم بعد مردنش یک رحمت یک کس بگذارد بعد که مردی نعلت گفتن چی در کن نیکی همین خیلی گفتنیم آخران گپ مکه که التماس معلم ما را خیلی دوام بدیم میخواستیم معلم شیم نه که وضعیت دیم نشید میدونیم به 500 سوم نمیشه قناعت نمیکنن ظلم نکنه نقص تربیه کنه ما student دیم اکاکو 3م کورس می برآوردن از در کافدرا میگفتم بگه که ما با پیشوای ملتیم حرف گئی ما با پیشوای ملتیم student هم خیلی قطار میکنه که بگو ما با پیشوای ملتیم ای عیبه طلبه را نقص تعلیم تیفا نکنه مینوتی درس نگذرونه وقت نگیره کشش نکنه نقص تربیه کنه نگه پیشواتون آباد که خدا باشه که خداوند اولش دویمش که خلق مهاجر ایسا سیمش که خودمون کدین پیشو چکو که پیشو در یک کابینه چشتگی لب زدگه بوی کرونا ویروس فهمید 2 هفته نشیده دواروغ جنگ شید تعذیه بیان نکرد بعد پدرش نالد بشک پدر نالد های خوش میکنم بدون تخته خوش میکنم حالا ببینید خدا حافظ من در دیگه در یوتیوب تماشا میکنم نوبت به دیگر رو رساند استعفا طلب داریم همین مدیر معارف تاجیکستان شم ای رحمانوف شم آزاده رستم بین پدر سن سالش به جای رسیده کوه نشیده خیلی علشش کنه بخی بله حالا نگاه کنید دوستان عزیز به فکرم یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستادن بله عباس بفرمایید عباس چه گفتنی هستید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من یک کاری که جهت ناموس نانگه همین میخواستم به همه همین فهمونم ده بله بفرمایید همین میگد که مؤمن برادر مؤمن است
مثال همه ما من با خودت برادرم خودت با من برادری یا یک تا دیگهش به یک تا دیگهش نگاه کنده همه دهیوز فقط وای آدم نیست که زنش مثال قطعی یک از قپان وقتی که ما خواهرای ما پیش همه سلطای ازبکا پیش همه پیشوا رقص میکند وقتی ما خاموش بشیدیم انا می دهیوزیه والله پرسین انا ما خاموش میشینیم خواهرکای ما رقص میکنن اگر همه قانون نبودن حتی ویبر میکردن که دخترای هم پیش بردار باشد بله قد قامت چین میکنن سیمایش از کنکورس میگذارونن بله انا همین برادر مثال برای یگان کار دیگهش نه همه مؤمن یعنی برادر خواهر به من زنگ زدن دخترشون در صنف دهم میخونده است امسال 11 گذشته است میگوید که همین گناه دختری من همین است که قدش بلند است قدش بلند است یک کم خوشرو است لباس رو خوشرو پوشیده میتواند من خودم هم که جوانم هم دختری کلونی هم همین است ولی به سر لباسش نقص نگاه بین میکنم و خودش هم خیلی در این مسئله مهارت دارد تمام این من بسیار امید داشتم هوس داشتم که دخترم بسوار شود مکتب رو نقص خوند در مکتب پیشروی کند اینها به این کار جمعیتی گرفته میبرند از این کار جمعیتیشون خلاص شود به کار جمعیتی گرفته میبرند از ویش خلاص شود به ویش عمرش همین خیلی گذشته رفته ایستاده است در مشرفکه حالا در مشرفکه قرار دارد میگوید تمام از من نیست حتی در حالت تعطیل میگوید همین میبروید میگیرند میروند میگوید هم بار جنگ رفتم حتی تهدید هم کردن میگوید فهمده شدید حتی تهدید هم کردن اکنون میگوید حالا صنف 11 میشود باوری دارم که میگوید در صنف دهم که احوالش این خیلی بود صنف 11 هم خیلی میگذارد دخترم دیگه سواد گرفتن نمیتونن میگوید فهمده شدید نگاه کن آقای شوکت محمدی من اتوبوس های میکردم ده وقتی که همین طلبه ها رو وقتی میبردن نمیگفتن که مثال همین دانشجوی یا طلبه شخصا طلبه ها رو مکتب 15 پیش سکوریه یک نمیدن کارکنی معارف باشد کی باشد بهادروف فامیلیش تو دخوتی رم است میگو که عروسا رو آورده استم منه دختری در استادیون فرونزه بود مشیروکا گفت که عروسا رو آورده استم من نمیدونم کدوم میره بیاید با ویبر میکنید برادر نگاه کنید مؤمن برادر مؤمن کشید دهیوسی فقط وای نیست که زن شقت یک از قپد او دهیوس شود والله نمی در دهیوسی میدراید برادر خودت خب کنی من خب کنم اکای شوکت محمدی خب کند کو ناموس مسلمانی که جده بله فقط یافتیم دمی ایپیر میگن که شدن من طرفدار امام علی گفته که گوش کنیم چی میگفته باشند در این باره الو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اکو شوکت کو من خیلی نیستم که شما کمتر من بیام نباتت گاب زنم موضوع گاب آینده تویستم همه خیلی نیست گاب زنید برادر عزیز حتما شما وقت نکنیم گاب زنید موضوع گاب همین که آینده تویستم همه خیلی نیست چی میگید؟ میگم که موضوع امروز آینده تاجیکستان آینده تاجیکستان موضوع من مکتب عائله و شرایط اقتصادی در امروز است انا کو همینجا همه خیلی گپه که آینده تاجیکستان بعد همین مخالفین خدا به شکر همه خیلی خلق هوشیار کرده ایستاده است اصلا ما همین آدمی هوشیار میشدگی عاطفه همین مردم تاجیکستان این مهاجرات است بله همین مردم هوشیار شده ایستاده است خدا به شکر این دویمش این خیلی که اکنون کم تر صبر و طاقت که همین آقای امام علی پیش وای رفت ملت و کی بود اساسگذار می کی بود چی شد هم تو که خیلی هم تو که اون طرف کی شد یک بار جنگ و جنجال میشد برای آن هوای
هم مخافلین این مهاجرت هم برادرها برای همین تیار باشن که خیلی که کنن که همین عدس نرود تمام. اکنون حاضر همین حاضر حکومت برای کیم کی همین درکار برای کدوم درکار که همین خودم خیلی داشته گشته است، ممکن برای روسیه، ممکن برای اون کسی دیگر درکار که همین شین بود میشیند، خیز بود میخیزد، همین خیلی اکنون ممکن برای همینا، برای همین دولت ها مثل ممکن برای روسیه برای اون دولت دیگر همین خیلی باید اون آدمی دیگر تیار کنه که اینو که پروگرام دارن که بعد همین سری امام علی باید کسی دیگر باشد که همینو تیار کنه. حالا برادر عزیز طرفدار امام علی خواهش میکنم یک زنگ را از واتساپ قبول کنیم. نسیم دولت آماده شوید. واتساپ برآمدن بله. طرفدار امام علی خواهش میکنم نسیم دولت رو گوش کنیم. باز ان شاء الله شما صحبتتون را دوام میدید. باز همین خیلی بحث کرده رفتم میگیریم. مایلش البته نسیم دولت. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام. اگر موضوع درباره اقتصاد کشور باشد، من فکر میکنم که کشور ما یگان اقتصاد مکتب، عائله و اقتصاد کشور، شرایط اقتصادی امروزه، یعنی همه این چیز همین شب روز آمادگی به مکتب است و به همدیگرش بستگی دارد. بله بله، ما میتوان گفت که ما یگان اقتصاد نداریم آقای شوکت جان، برای که اقتصاد ما خیلی ضعیف و پست هم هست. اقتصاد شرکت فراز از اقتصاد کشور بلندتر است. باور بکنید شرکت ایرس اقتصادش از بودجه کشور ما بلند است، یعنی هم بودجه‌ای که هم مبلغی که بلند نیست و درآمدش کلان است، هم گفته است. بله بله، درآمدش کلان است. فهمیده می شود که خوب اونا از دولت ما دیده درآمد کلان به دست میارن، یعنی از همین خدر همین نالاگ و پلاگ و هر چیزی که از آزاد کردگی شدگی هستند، خوب هر کار میکنن، هر پلی که به دست میارن به همون جای بخچون رفته ایستاده است. و درباره این مکتب من همین گفتنی هستم که من 4 فرزند دارم، 4 فرزند مکتب میخونن. پیش از همین کانیکول برآمدنشون 40 سامانی جمع کردن گرفتن برای مکتب، نمیدونم تعمیری مکتب است چی بالا است بدتر است، جمع کرده گرفتن 40 سامانی دادیم. با علاقه معلم خانه به خانه گشته ایستند، مکتب سر میشود به نزدیکی، خانه به خانه گشته ایستند، هشدار کرده ایستند مردم که لباس جمع بکنین. آخه اون لباس شما دما چی در کاره؟ وقتی که در بازار من میتونم که همون لباس شما را از اون دم صفت خوبتر شد از بازار 30 سامان یا 25 سامان ارزانتر بخرم. همین شرکت هایی که لباس میدوزن امروز لباس یگانه در تگ دست دختر رحمانوف هستند، مناپولیا کردگی است. همون دخترای همون رحمانوف میارن در مکتبا تقسیم میکنن، همون لباس مجبوری به مردم میفروشن. امورا میخوای نمیخوای لباس هم میگیری، میبری میزی میگیری لباس ها. نمیدونی به خدا قسم چیکار بکنی. این خیلی نمیشود دولت داری کردن. من در شهر مسکو هستم، طلبه ها را میبینی هم یک رکزک در پشتش سرتیفیکت پوشیدگی مکتب رفته است. سواد دارن، سواد شرط نیست باید همین شیم و کاستوم و بروک داشته باشه، طلبه باید سواد داشته باشه. برای همین در کار نیست خیلی مجبور کردن شیم و کاستوم کردنی هستم. با یک نقطه اشاره کردنی هستم. 2 سال فرزندان من در ترکیه در شهر استانبول تحصیل کردن، در مکتب تحصیل کردن. حالا هم زبان ترکی به نهایت بلد هستند، رنگ زبان مادری خود میدونن. وقتی که من آنها رو به مکتب بردم، آنها آدرس کارگاه دوزندگی رو دادن، نشانه کارگاه دوزندگی رو دادن و صنف فرزندان من رو نوشتن که این صنف فلان است، این صنف فلان است. یعنی هر یک صنف لباس جداگانه داشته است. از لباسش میشناختن که او چندم صنف است و خواننده کدام مکتب است. در نشانی سری سینگی نوشته شدگی است که خواننده کدام مکتب است، نام مکتب امبلم زده موندگی است. ما رفتیم چین کردن گفتن که بعد از 2 روز اومده لباس ها رو گرفت. ما رفتیم فکر کردیم که اینها چی میدوزند، مثلا گیم کته شیم کاستوم خیلی میدوزند. وقتی که رفتیم دیدیم یک
یک فوتبولکا با دختران یک دامن مخصوص و یک فوتبولکا. از ما پرسیدن که آستین کوتاه شود کرتاش یا آستین دراز، ما گفته بودیم آستین دراز. فوتبولکا رو آستین دراز کردن، همین یک فوتبولکا است آستین دراز. و پسران هم یک فوتبولکا و یک شیم بریوک. دختران تمام همین فوتبولکا. لباس مکتبی در سر سینه‌اش نوشتگی از خواننده صنف مکتبی فلان است. یکیش فوتبولکاش سرخ، یکیش خاکستر رنگ بود، به فکرم یادم نیست. و حالا ببینید چند سال شد، 4 سال شد همون فوتبولکا و همون شیم حالا هم وجود دارد، درچند که از اکثریتشون خرد شده است. همه کچش یک خیلی استاد است، صفتش خیلی استاد است، یکون خیلی شدگی نیست. اما شما ببینید به مکتب بچه گالستوک میرید در هوای گرم و گالستوک خیلی انداخته میسازه، کته ها کته سفید باید اینجا شرکی نشود، روی پارتنه مادرش تاکید میکند پارتکتی دستت نمال، این خیلی نکن آن خیلی نکن، کاستومت نگاه دار با کاستوم گرم در هوای گرم. مثلا گریم در زمستان باشد پیشکه علاب میکنند بوی دود و هاکزاها. با فوتبولکا با یک لباس کشاد شینم طالبین خودش را آزاد احساس میکند، آزاد حس میکند، گشت و گذارش آزاد میشود. گوش کردن به سخن معلم هم آزاد گوش کرده میشود. سخن معلم هم با آسانی چوکای کتاش نمیکند، تگمه هایش کنده شده نمیروند. یعنی آزادکک در دست ها اشتراک بکند. بیچاره دخترها به همین خیلی کتاهای میپوشونن، همین خیلی تنگ و تار و تونک، همین خیلی کتاها باید چرکین شود میخندند. گالستوک ها در هوای گرم همین خیلی بستگی. آخر این گالستوک درس نخونه، این گالستوک کله زور نکند، این گالستوک در مغز سر شما چیز زیادتی جو نکند. چی فایده دارد همین چیز؟ یکم به پیشروی سبب نشود. خیر شما یک درس اتیکه گفتنی گپ است، درس اتیکه جاری کنید. در درس اتیکه به مهمانی رفتن چی لباس باید پوشید، در صحرا چی باید لباس پوشید، در خانه باید چی لباس پوشید، در خواب در وقت خواب چی لباس باید پوشید. این خیلی ها رو آموزونید. لیکن به مکتب برای اینکه یک اتیکه مردم بلند کنید، این اتیکه بلند نیست، این نشانی پستی اتیکه است. یک از بیند میخندد نخود یک انسان طول 45 دقیقه این خیلی داشته ایستاده همین خیلی باید درس شما گوش میکند یا حوانه رسیدن از پایش میشود. شوکت اگر همین مردم شرایط داشته باشد که همون خریداری بکند از همون شیم و کاستومای همونو یا همون پلی همون نمیدونم تعمیری مکتب سپاریدن شرایط داشته باشد میلش، لیکن مردم شرایط ندارن. اکای شوکت معاش ندارن مردم، بیکارن مردم. ای کجا هر همین چی داد پلی تعمیری مکتب بسپار، پلی بروک کاستوم بسپار، پلی هیزم بسپار، پلی کمر بسپار، پلی سرگین و تپک بسپار. نمیشه واقعی خیل بیزار کردگی هم به خدا قسم. حالا ببینید یک تاریخچه عجایب به همین قریبی روی داد. پسر کلانی من در کالج میخوند، در همین کالجی که میخوند من دخترم رو بردم. روز امتحان گفتم که بیا بعضی ما رو راهبردی کن در همین مکتبی که تو هستی. وقتی اومد سر لباسش کمتر به من معقول نشد. حالا ما همون هرچند حالا تنقید کرده ایستادیم، همون جهانبینی ما همین جهانبینی تاجیکستان است فکر اندیشه ما. سونه بعد خیر اول گوش کرده ایستاد و گفت که خیر آخر پدرجان آخر همین اینجا همین طور است، هوا گرم است، خیلی که خود را آزاد احساس میکنی همین خیلی سر لباس میپوشی. گفته کمتر با نرمی فهموند. ولی ببینید میبینی همه چی خیلی که لباس خواسته است همین خیلی لباس میپوشد. چی خیلی یک خیلی با کراسوفکا شورتی که همین خیلی یگان کس رو جمع نمیکند. یکش سواد داشته باشه. چی کاستوم آمده است میگه در سواد بودی چی؟ در یگان توی عقد نگاه ایستاده بودی چی؟ حتی مسخره کرده ایستادن نفری که با شیمو با کاستوم با گالستوک دانشگاه آمده است.
مؤسسه تعلیمی اومده است. حالا یک زنگ رو برادر نسیم جان از واتساپ قبول کنیم، با صحبت رو ادامه میدیم. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مکتب پولو سر نشده، دردی سر. بله درد سر. اگر مکتب شد موضوع رو گرفتیم. اگر در مکتب دردی سر دوشنبه می شود، چون که هر روز یک تشویش، یک پرابلم های باشه. کنسرت آمده است، باید که همون آوازخانه پولش باید پرداخت کند طلبه ها. یک کینو آورده است، همون سازمان جوانان، کینو تماما روان بچه به پسیخی که بچه تاثیرات منفی داره، همون کینوهای نمایش میدن. باید اون پولی امونتی هم خواه رود خواه نرود. بله. تشویش ها این مکتب معلم ها این کافی ندارن. معلم ها نه معلم ها، معلم ها که مرتبه کم موندن در مکتب، اساسی معلم ها این کافی ندارند برای بچه مرش. دیگر هم تشویش به نهایت بسیار تشویش هم باید اینه گفتن در کار است. باید پدر مادر باید بیان. بله. باید ما همین برای اصلاحش کوشش کنیم. بله چون که از این مسئله که شما برداشته ساده بسیار مهم است. بسیار باید کوشش کرد و از همه مهم به این مسئله باید معلمان کمر همت ببندند. اگر معلمان کمر همت نبندند این کار خیلی مشکل است. خود معلم ها یک چی عجایبات رو ببینید. خود همین معلم ها پدر هستند، در نوبت خود معلم هستند و در نوبت خود پدر مادر هم هستند. فرزندانشان در مکتب ها تحصیل میکنند. نه فقط به بچه های بیگانگان، حتی به فرزندان خودشان این ظلم رو روا میبینند و نه فقط اینکه بیگانگان، حتی به آینده بچگانشان، به آینده فرزندانشان بی‌طرف هستند. همین مسئله دل جیگر رو کباب میکند. میفهمید؟ دل جیگر کباب میشود. همین معلم نخواد 5 سال تو مصرف کرده خونده باشی، پول صرف کرده خونده باشی، از بحر کار بار کمک تو پدر مادرت گذشته باشد و گفته باشد که بخوام بچم بیا فرزندان مردم تعلیم ده، تو بیایی هوش یادت در پول جمع کنی، هوش یادت در انتخابات، هوش یادت در مشرف که، هوش یادت در کارهای تشکیلی باشد. تمام یگان خیر فکر اندیشت در پیشرفت طلبه نباشد. همین خیر شده ماند. با بدبختانه با همون سردارهای مؤسسه ها، با همون دیرکتورها، با همون نزدیکان دیرکتور خطهای مخفی میبیاد از امنیت. همون چون یگان اید سرشوی باشد، یگان مثلا ایدمی ها ایداشون بسیار که ایدی کدو، ایدی تربوز، ایدی خربوز هایو بچه های چخل پول بودن در کار، چخل مشرف که بودن در کار. همین سانه همون معلم ها، همون هایی که نزدیک به همون امنیت سانی سر میکنن و همون تشویش بالای پدر و مادر و بالای شاگردان و اما این یک بله یک بدبخت بالای ملت. و یک نفر با نام رحیم وارد شدن. بفرمایید. رحیم بردیارف، شما چی گفتید در این باره؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رحیم بردیارف، ما شما رو گوش میکنیم. رحیم بردیارف گپ میزنید؟ خیر تو رحیم بردیارف گپ زدن شرمنده ایم رو گوش کنیم.
شرمنده ایم. گپ زنید چی؟ برای چی شرمنده شدید؟ برامدان شرمنده ایم. رحیم بردیورف. رحیم بردیورف میکروفونتون رو فعال کنید، گپ زنید. رحیم بردیورف میکروفونتون رو فعال کنید. ایقان زنید. نسیم دولت رو بفرمایید. خب من هم گفتگیام گفتم به هر حال مردم هوشیار باشین. خب با این عید کدوی و عید خربزه با اینا هیچ پیشرفت نمیکنه فرزندای ما و شما. یا همون کنسرت میارن، همون برادر درست گفت، من از یادم برآمد، کنسرت میارن و مولتیک و کینا میارن 2 سامانی و 5 سامانی جمع میکنن. با او کینا و مولتیک کنسرت هیچ آخه یگان فایده نیست برای کودک. چی لازم است همین خرج میکنن؟ امروز همون تنظیم و چیم چیا برآورده حکومت این مسئله رو از نگاه نظر دینی نگاه نکنیم. بگذار به اونها حق دیم که در اونجا نه فقط فرزندان دینداران، فرزند اتئیست میخوند، فرزند بودیست میخوند، فرزند عموما نفرایی که به اسلام هیچ ربط ندارن فرزند آنها میخونند. اونجا یک جایی است که باید همزیستی رو باید رعایت کرد. بگذار موافق نقشه تعلیم باشد. به اینش من چیزی گفتنی نیستم، هرچند زید هستم لیکن چیزی گفتنی نیستم. اما همین رو نباید به بیزنس تبدیل دیان. شما در دایره نقشه تعلیمی این گونه چوربینی ها دارید. مثلا گریم تئاتر لختک دارید، دیگه کنسرت دارید و آقازا دارید. این رو به این وظیفه دار نیست که پدر مادر پول بدهد، مگر پدر مادر وظیفه دار است که ارتستای شما زکات کردگی رو کیسه‌اش رو پر کند. وظیفه دار نیست. پول دارید بیارید، پول ندارید شما دیگه مجبور نکنید مردم رو. با او پولی که با او ارتست میدهد کیسه‌اش غفص میشود میرود، یگون پیشروی در سوی فرهنگ دیده نمیشود. حالا ما در این 10 سال نزدیک یکم پیشروی در سوی فرهنگ نه در کینو دیدیم نه چی. حالا ببینید ازبکستان، نگاه کنید، ازبکستان اعلام کرد که سر از 1 سپتامبر ازبکستان تلویزیون های خودش را با سریال های ازبکی پر میکند و دیگر نیازش به ترجمه سریال های ترکی، سریال های ایرانی و دیگر سریال های روسی و هاکازاها، سریال های مکزیکانی نمانده است. با سریال های خودش تلویزیون های خودش را میتواند تامین کند از 1 سپتامبر به بعد، از 1 سپتامبر سال 2021 به بعد. تاجیکستان چی؟ حالا موگامبو گفته گشته است. آدم قربان. حالا تاجیکستان چند هنرمندان کوچگیش برآمده‌اند. من موگامبو، من چی، دون جوان، همین خیلی گفته گشتن. حالا نام خودشون نیست. حالا یگون این خیلی به بیچاره فردوسی شاهنامه نوشته است، پر از همین خیلی سیناریوهای فیلم هست و چقدر گذشتگان ما نوشتند، کلاسیکان ما نوشتند، سیناریوهای فیلم تیار است و چقدر قصه پیغمبران تعلیمی است، سیناری تپ تیاری فیلمی است و امروز چقدر ما سیناری نویس ها داریم. خودی من همین نوشته های برادر عزیز گرامی هم عبدالمنان شیرالیف رو از صحیفه فیسبوکش میخونم. هر یک قصه که نویسد، یک دتکتیوی که می نویسد، یک سیناری تپ تیاری فیلم است. اینها دون جوان و موگامبوی پوگامبوی و خیلی گفته گشتن. یگان فیلمی برآوردگیشان میچشیدگی نیست. اینو میبیرن با میخوان که همین ارتستای کوچگی رو میخوان میبیرن با پول مردم رو گنداشته میرون. انصاف کنید اقلا یک چیزی که تربیه برای فرزند باشد، یک سیناریوهای تربیوی اخلاقی باشد بگذار، یک فیلم های علمی باشد بگذار. پیش در مکتب ها لینته خیلی گذرانده میشد، تر لینته گذرانده میشدن، فیلم های فیزیکی نشون میدادن، развивающий فیلم ها نشون میدادن. حاضر نه،
حاضر چی نشون میدن اینو در مکتب؟ همین قدرش پیش همین لنت تو میداد همین قدر چیز بود. نه همین وقتای ما مکتب تمام کردن ویدیو ماگنیتوفون برآمدگی بود. کسیته های ویدیو ماگنیتوفون. حالا همه شرایط مهیا است. اینها یگان دستوری تعلیمی تکنیکی ندارن. رحیم بردیاروف گپ میزنید؟ حالا از واتساپ هم زنگ اومده ایستاده است. رحیم بردیاروف گپ میزنید؟ یا باز هم نوبتتون رو به دیگران دیم؟ میکروفونتون رو فعال کنید گپ زنید. کارمندان تکنیکی شما میتونید میکروفون این کس رو فعال کردن. گپ زنید برادر میکروفونتون آماده است. اگر ما رو میشنوید فقط گپ زنید شما تمام وظیفتون گپ زدن است. دیگه هم کارتون حل. گپ نزدن. واتساپ رو قبول میکنیم بعد از اون برادر عمر انشاءالله. الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالا یک دقیقه صبر کنید. همین رحیم بردیاروف رقم واتساپی ما و رقم ایمو هست. اگر یگان مشکل در پیوست شدن داشته باشه میتونید توسط واتساپ یا ایمو وارد شده گپ زنید برادر. بفرمایید برادر از کسی که از واتساپ زنگ زده شدید. من قطعی کسی بحث میخواستم کنم اگر یگان آدمی که باشد مقصد بحث کنم که مشکلی چی است. چگونه بحث کنیم؟ شما خوب بگویید همین مشکلات امروزه را چگونه حل کرد؟ باید حل کرد. مشکلی در سر چیز است در شرکت پاسر گردن مثلا آوازتون بسیار بی‌ضبط میاد. صدای خودتون هم کمتر کنده آماده شده است برادر عزیز. میتونید تلفن رو نزدیکتر برید و گپ زنید. تلفن ما البته نزدیک است، خیلی نزدیک است برادر. گپ زنید برادر عزیز. من میخواستم یک بحثی داشته باشم. قطعا بسیار امروز مقصد ناراضی ها بسیار است. چند قدر روز تماشا کرده شدم بسیار یک گپ های مقصد چی گفته شدن معنی ندارد. مقصد که من یک نوریزو من هستم. تو بگویید چی نوریزو هستیم؟ ما نوریزوی ما قطعا برادر میخوایم که بحث کنیم اگر اجازت باشن. برادر خطی ما ادندی سرشته گپ زنید برادر عمر که ببینیم برادر چی میگن. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. برادر من نسبت همین مکتب نسبت معارف خیلی ناراضی هستم. اگر شما راضی باشید مثال طرفای بهبودی همیره بدونید من مرحمت ما فکر و عقیده خودمون چیزی که دیدگی خودمون گپ میزنیم شما دلایل خودتون بیارین. لیکن باوری دارم که شما الحمدلله مسلمان هستین. کسی دروغ گپ میزند غضب خداوند و لعنت مردم بر همون آدم باشد. قبول دارین همین چیزا؟ برادر من قبول دارم. نیکی گوش کنی یک چیزا. شما گوش کنین. من الحمدلله مسلمان زاده هستم. من خود مسلمان هستم الحمدلله. من همون چیز گپ میکنم. نیکی برادر من شما میشناسم. من شما میدونم. من یک چند بار شما با صدای مردم مقصد بر اومدید گفتین قفای من 50 مهاجر است. من گپ میزنم 150 تا دیگرش اینجا خوب است ولی میبرد. نیکی برادر روزی موضوع سری چی است؟ موضوع سری معارف میخیل. آفرین. خب اگر معارف ما بد میبود و خوب نمیبود از متماتیک در روی جهان دوم سوم جای از تاجیکستان میگرفت. برادر در تاجیکستان 9 میلیون اهالی دارد. همین خلاص یا نه؟ خب از همین اگر به شرطی که 30% شان دانشجو باشن یعنی طلبه باشن و دانشجو باشن معنای او را ندارد که یک نفر جای یکم گرفته است تمام معارف تاجیکستان یعنی در سطح بالا است یا در سطح عالی است. این یکم. من از جایی که خودم دیدم در جایی که فرزندان خودم تحصیل میکنن و خشتبارم تحصیل میکند من از همون جا گپ میزنم. ممکن شاید باشد کسی در دوشنبه یا که در دیگر جا باشد. برای چی میگم که 9 میلیون اهالی نخواد یک نفر نبراید همین خیل. این معنای او را ندارد. من یک چیز میگویم. من نسبت یک چیز من گپ میزنم شما همیره بختان مثلا یک بار تحلیل کنید.
یک 3-4 سال پیش بود ماه اپریل برادر الو 3-4 سال پیش بود ماه اپریل ما در یک جا در آبادانی همون دهه بودیم. بعد یک روز مجلسی چی شد والدین شد جیغ زدن. ما رفتیم اشتراک کردیم در همون مکتب. مدیر مکتب و همه همون پدر و مادران گفت که الان به نزدیکی یعنی کانیکول میشود و همین مکتب ریمون کردن در کار. من دسته در شکستگی پرته این خیلی اینجا اونجا همون پنجمی و چهارمی و سومی جمع کردن در کار. ما خیلی تلاش کردیم که خیلی آخی نیست همون شرایط دهات بسیار مشکلی هست نیست نه همین باید که همین مردم کند دیگر گپ نیست. خیلی کسی ریزا شد کسی ریزا نشد. از بین 3 روز نگذشته بود پیامی پرزیدنت همون شب روز گذشت. بعد از خود ناصر خسرو از ناحیه نماینده ها آمده به مردم همین پیام بغرض از تلویزیون و رادیو با یک بار دیگر جمع کردن مردم از نزدیک با فهموندن که من جناب عالی چنین پیامو کرد نسبت معارف نسبت مدیسین نسبت اینوای. من همین معارف برای که میگم که 3 روز پیش خیلی مجلس شده بود من نسبت معارف بعد به همون کی سوال جواب کردم همون نماینده از ناصر خسرو از قرغان تپه بود نماینده و بسیار واهمه کرد که نمی چند هزار سامان و نمی چند میلیون سامانی نسبت معارف جدا شدگی است. من وایدا سوال دادم که همین مکتبای دهات در همین پروگرامی که همین مبلغ جدا شده است آیا میدراید یا نه؟ گفت البته با بسیارتر نسبتی یعنی نظر یعنی یاردن نسبت دهات است. من گفتم من 2 روز پیش اینا مدیرم در همون جا هست در همون مجلس مدیرم اشتراک میکنم. من گفتم 2 روز پیش این همین مدیر جمع کرد همین پدر مادرها را میگه که باید که برای تمامی پلاکت برای تمامی ریموند برای تمامی پرته و استول برای تمامی چیز والدینا باید مبلغ جمع کنن. یگام یاردم از طرف حکومت نیست. ما ایرا 2 کس روبرو کردیم در همونجا. اینا من شاهد هستم چند نفر دیگه با شاهد هستن در اونجا. اکو برای گوش کنید. یک مینوت تمام میکنم. یگام 5-10 دقیقه این خیل شد اون خیل شد این توانی این کرد و توانی این کرد. بعد اخیر به همون نماینده ناصر خسرو مرا دعوت کرد گفت برادر از دستت بیاید نسبت فرزند دلسوزی کن. این گپای ما همش در کوخس است در عمل یگام چی نیست. من شاهدی میتیم در این دنیا در قیامت به همین گپم به همین گپی گفتگی همون آدم. حالا بیاید این برادر را گوش کنیم. مرحمت. بحث ما برادر عمر. الله بای. شما از سیاست تاجیکستان در این موبایل از گناهگار دانسته ایستادید معقول؟ نه این سیاست ازبکستان نیست در اینجا که البته سیاست تاجیکستان است. گپی ما نسبت تاجیکستان رفته ایستاده است. برادر عمر گپ شما رو برادر نبریده گوش کردن با آدابانه بیاید گپ اون کس رو هم گوش کنیم. خوب شده است. اینجا وقتی که بحث سیاسی رفته ایستاده است مقصد برادر عمر من بسیار شما رو گوش میکنم. من والله قسم یکمین بار من برآمدم در همین امروز از 3-4 مرتبه زنگ زدم انکو پیوست شدم. اکو گوش کنید. موضوع در این موبایل یک سوال وجود می آید که و شما همین سیاست روسیه رو قبول دارید ولی که شما در روسیه قرار دارید معقوله معارف روسیه رو حکومت روسیه رو قبول دارید همین خیل همش بنه و بعضی هاش قبول داریم نه بعضی جاها در مدیسینش مقصد معارفش معقول دارین همین خیل نسبتا آفرین نسبتا گوش کنید. والله قسم من هیچ خصومت در پشت یگان انسان ندارم برادر. ممکن الله جم شوکت محمد فهمیده ما از کدام منطقه هستم لیکن گوش کنیم برادر من همین یک ویدیو منم در همین شهر مسافری در شهر روسیه قرار دارم 12 سال است در همین شهر روسیه هستم لیکن شما آماده هستین که مقصد من معارفش و مدیسین همین در منطقه من که هستم 17,000 نسلینی زندگی میکنند مقصد رایون 17,000 نسلینی هست برادر. معارفش مدیسینش رو پولنی ویدیو ضبط میکنم میپرتم ای کدام منطقه من که هستم همون منطقه همین دیتا چی دارد نسلینی همون منطقه من چی میکنم ویدیو ضبط میکنم میپرتم همین بعد همین ویدیو ضبط شما فکرانه خودتون با چی تغییر دادن آماده هستید یا نه؟
من چیزی که در منطقه خود می‌بینم برادر عمر حالا صبر کنید. برادر عزیزی که از واتساپ زنگ زده شدید کمتر نفهمو. حالا ببینید برای چی شما ویدیو کردن می‌پرتید؟ این رو ما باید مقایسه کنیم با شرایط تاجیکستان. برای اون که من بسیار گپ نزدم. برای چی؟ برای اون که شما همون بسیار گپ زدید. مقصد تاجیکستان معارفش بسیار پست است. تاجیکستان بسیار مدیسینش مقصد پست است. نه که والله قسم من با میگم یگان خصومتی ندارم در مقصد برنامه شما شوکت محمد، در دیگه برنامه در این برادرها که میبرم گپ میزنن هیچ خصومتی ندارم. پروستو همین از روی توغریگی گپ میزنم. من اگر آماده باشین آشکارا من میبرم، من همین سینیمات میکنم. من که خود شهرانی رسی هستم، میبرم همینجا را سیومکا میکنم میمونم و جای همون منطقه خودم از کجای تاجیکستان هستم همونجا هم سینیمات میکنم میپرتم. ولی شما که سودیا اعتنید کنید که تاجیکستان چه خیلی است، روسیه چه خیلی است. بله آماده هستی برادر عزیز؟ برادر عزیز تشکر به شما. اگر شما یک دهه 17,000 نفره که در اونجا زندگی میکنید با یگان شهر تاجیکستان اگر مقایسه کردنی باشید که این از روی منطق نیست. بله؟ برای چی؟ برای اون که شما یک دهه را با یک شهر مقایسه کردنی. من شهر رو نگفتم، تاجیکستان شهرش رو به شما نآوردم مثال برای شوکت. بله. من تاجیکستان رو قشلاق تاجیکستان جماعت تاجیکستان رو من به شما مثال آوردم. حالا ببینید در روسیه در همون شهری که شما زندگی میکنید یگان بیمار شدید زنگ میزنید سکوری پومش میباید، یعنی یاری تجلی طبی میباید شما رو اومده گرفته میرود. بعد از اون که شما رو برد، وقتی که یاری تجلی طبی برد یاری اولین درجه به شما بدون پول تامین کرده میشود، بدون مبلغ تامین کرده میشه. حتی از همین دهه 17,000 نفرتون در تاجیکستان اول به سکوری اول میمری میزی اول به سکوری پومش بنزین میریزی. در منطقه ما سکوری هم نیست. اول برادر عزیز اول سکوری پومش میرن میگوید که پول بنزینت ای با وقتی سکوری پومش به زنگ بزنی میگوید که در ماشین ها بنزین نیستن. برادر هر یک مایده و چایده و برادر شوکت این درباره مرگ و حیات گپ رفته شده است. برادر عزیز یک نفر مرده شده است درباره بنزین گپ میرود. یعنی والله بالله که در منطقه های ما سکوری نداریم، ما سکوری نداریم منطقه ما در. حالا شما درباره جای گپ زده شدید که حتما رفته بیماران رو خبر میگیرن، سکوری پومش یعنی یاری تجلی طبی رو دعوت میکنیم میباید، بعضی از نمودهای داروها رو بی پول بیمارخانه تامین میکند و حقوقهای دیگر اونجا. باز سغورت طبی داره در روسیه، سغورت طبیتون کار میکند. در تاجیکستان سغورت طبی گفتنی گپ نیست، وجود نداره. شما فهمیده شدید؟ سغورت طبی اینجا هیچی هستیم برادر شوکت. این من برادر عزیز بیا دمگیر جوره التماس بخشش گرفتن سغورت طبی وقتی گرفتن سغورت طبی شما شرطنامه میبندید در حالتی به صدمه دچار شدن، در حالتی حالتهای فوق العاده به سوختار و حقوق سلامتی را از دست دادن، او سغورت طبیتون کار میکنه تا یک مبلغ معین شما بدون مبلغ اپراتسیون میشوید، طبابت میشید و حقوقها میشید. این چیز در تاجیکستان تمام بویش نیست. این چیز نیست برادر، این چیز نیست. چخیر نیست برادر. من حاضر اول دا گفتم که بیا راست گپ زنیم. برادر شوکت همین برادر رو گوش کنیم. طرفدار امام علی شعرهای الله حالا به شما هم سخن میدیم، بیاد برادر چخیل ثابت میکند که همین طور نیست. کنی گپ زنید برادر. من سغورت طبی دارم، من شهروند روسیسک فدراسیه هستم من خودم. لیکن پیروی پومش همین پیروی پومش که وقتی که من تراما گرفتم لیشن خودم آمدن یکم بار که پومش چی کردن اکازاد پومش کردن یکم این پومش کردن انوای بیپل بود. دیگه بالیسه رفتم گفتن
دارو گل داریم ما. یکی دارو گل اینجا چی بود؟ پراستامول با همین چند سه تا که داروی نیاتشوم با نام الله 4 برابر 5 برابر سون میگیرن. اکه شوکت این همش این سیاست مقصد این قدر از زدن تاجیکستان این کار خوب نیست. وقتی که شما با یاری تجاری طبی رفتید یاری اولین درجه بدون من حتی در روسیه اپراسیون شده هستم برادر عزیز. بفهمید من در روسیه بدون مبلغ من رفتم. در روسیه 5 سال تحصیل کرده هستم برادر. دانشگاه رو در روسیه ختم کرده هستم. بسیار خوب شوکت برادر. میگه یاری تجلی من برد گفته انالگین دیمیدرول زدن. شما با یاری تجلی بیزیپلی پرسیدن یا نه؟ بیزیپلی نه پرسیدم با خدا. در تاجیکستان هم در حیاتم نشنیدم که پرسیده باشد. گپ درباره بنزین میرود. گپ درباره ماشین بودن یا نبودن میرود. گپ درباره مرگ حیات رفته است. عادی ترین چیز برادر. عادی ترین چیز. برای همین هرچند روسیه بسیار کروپسیا فساد ریشه دوندگی است، بسیار شرایطش وزنین است، حتی به بعضی کشورهای اروپا تماما قیاس نشونده است. فرق بین زمین و آسمان است، لیکن بین روسیه و تاجیکستان هم همین طور است. هرچند کمبودی های زیاد دارد الحمدلله که لیکن بین تاجیکستان کسی بین روسیه خیلی چی است. برای مثلا شما ببینید همین مهاجران تاجیک در روسیه تبابت گرفتن شرایطش همین قدر وزنی کردگی هستند. به هیچ گفتار راست نمیگوید سکورتی طبی داری یا نداری، پرپسکا داری یا نداری، جای بدی باش داری یا نداری و هاکازوهای دیگر. در همین حالت هم شرایطی تبابت در روسیه تاجیکستان 100 مراتب بهتر است. مردم با وجود همین میبیاند تاجیکستان. موضوع ما موضوع معارف است. بیاید به ساحه تندرستی نگذاریم. موضوع ما ساحه معارف است. اکنون ببینید برادر عزیز، در تاجیکستان امروز نقص به خاطر لباس تو در مکتب گفته نمیتونیم. لباسی اویلی رو کردگی رو متریالش رو نخریدی مکتب نمیروی. به این چی میگی؟ اکوی شوکت ممکن است گپ زدم. اکوی شوکت ممکن گپ زدم. مالش گپ زنه طرف اکوی شوکت این خیلی برادر بخشش همین برادری که گپ زد که لات خورد برافت و انالگین دیمیدرول چیزی دادن همین در تاجیکستان رود یا برام خیلی لات خورد و جیغ زد یا چخیل بران نمیبرن با خودش نغز میدوند. اما مسئله معارفی تاجیکستان همین روز سال سال پاس برات در چی پاس و چی میگوید و چی گفتن دوتون و نگوید همون جنوب اولیتون است که همون جنوب اولیتون پیشرو معظم اولیمو همین 4 سخن نمیتونه چرش پرگال که تکنین دیگه اون خیلی اتفاقم خدا یک اون سردار یک باید دانش داشته علم انا معارف شدن. حالا بیایید شعرهای الله را گوش کنیم، شما صدایتان را خوب کنید. طرفدار امام علی، ما شعرهای الله را گوش کنیم، شما صدایتان را خوب کنید. نفری که از واتساپ گپ زده شده بودن هستن در علاقه. شعرهای الله شما چی گفتید؟ من در اینجا برات. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بلندتر گپ زنید. خوبه برادران، سلامتتون خوبه؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکر خوبیم، بفرمایید برادر. مرا انتظارم. ما گفتنتون دارم کدام برای مدیسین اگر میزنه در تاجیکستان مدیسین تا سلامتونش ریپر مدیسین رو یکسومونه موضوع معارف اکادمی ما که باشی برای معارف مکتب میره کودک بخیدم آدمی مثال وقتی همون کمونیستی هم همون شوروی هم وقتی صنف 1 تا صنف 6 7 کتاب همش
به پول به هیچی مهیا بود. باز میری کتاب میری از همون چیز از سر هر یک کتاب در یک سال 20 تومان 30 تومان 40 تومان میگیرن. برای چی؟ خیلی معارف که توش تا اینو گپ میزنن یا در گوشی خر خواه نکرد. کدام میگه خیلی با یکم میگه که روسیه در تمام جهان یک پول سکاری پاموش وای برای هم سکاری پاموش اینا موش با او خیلی او وقتی که میری پول هم گرفتن ایروی وجدان کار میکنن. در تاجیکستان اگر گفتی و گپا سر انالگین باید در کار باشتیند پراچ 300 میگم هیچ خیلی بختره. وقتی سیوز ده کنم برادر شیرهای الله صداتون کنده شد بیاد هیچ کنم بیاد شب بازی بیاد برادر از واتساپ زنگ زدگی رو گوش کنیم یک بار. برادر شیرهای الله یک بار برادر از واتساپ زنگ زدگی رو گوش کنیم. ما خودم بچه شهر مکه خود خدا بسیار خوب الحمدلله باز بحث را دوام میدیم. اون کس هم گپ زنند شاید به این گپ‌های شما گفتنی داشته باشند. برادری که از واتساپ گپ زده شدید بفرمایید. خوب رحمت شوکت برادر شوکت شیری الله برادر یک سوال دارم بطورت. الو منطقه سیاست منطقه طرفی خود برادر سیاست پاکستان هندوستان افغانستان ترکمنستان ایران مالزیا ازبکستان قزاقستان همین سیاست رو برادر تو قبول داری یا نه؟ به من سوال داده یا به این شیرهای الله؟ به شیر الله. شیرهای الله گپ زنید بعد من فکرم میگم. شیرهای الله گپ میزنید؟ به شما سوال شد. به فکرم اینترنت این برادر سست است. من گپ زنم مایلش برادری که از واتساپ زنگ زده شده. یگو نام گذارید به شما با همین نام به شما مراجعه کنید. به خودتون یگو نام گذارید با همین نام به شما مراجعه کنید. نام من چی گفتید نامتون رو؟ عمر. ها برادر عمر ببینید در مسئله تعلیم تاجیکستان حتی در سطح افغانستان نیست. یک شاگرد صنف دوم و سوم افغانستان از پروفسور تاجیکستان خوب گپ میزنه. در سطح تعلیم برادر عزیز در سطح تعلیم حتی تاجیکستان برابر افغانستان نیست. افغانستان جنگ زده یک صنف سومش رو میبرید در پروفسوری ساحه زبان و ادبیات تاجیکستان میبری راستش میکنی از او خوبتر گپ میزنه. از وزیر فرهنگ خوبتر گپ میزنه. برادر شوکت ممکنه برادر شوکت برادر عزیز حالا من درباره ایران گپ نزدم. برادر عزیز خواهش میکنم. حالا ما یک جیان داریم در ایران است. بخشید حالا صبر کنید برادر عزیز. یک جیان داریم در ایران تحصیل میکند. یعنی یک دوستم جیانش برای من هم جیان است هم دیارمون در ایران تحصیل میکند در مکتب با فرزندان ما درس میدهد آنلاینی درس میدهد. سیستم تعلیمش طرز اصولی گپ زنیش از استاد دانشگاه بالاتر میستد. اگر شما از واتساپ زنگ زده شدید به من نویسید چند از نمونه های درسش رو به شما ارسال میکنم. فهمیده ایستادید برادر عزیز؟ به من یک بار نویسید کافی است که من به شما نمونه های تحصیل رو بسیار کنم. حالا در سطح ایران رو مانید یک چند برادرهای انکون درباره چند اول بیستید اول شما گپ زدید من گپتان رو نبریدم برادر عزیز.
درباره پاکستان گپ بزنید. حالا نام پاکستان رو گرفتیم یا نام ایران رو گرفتیم یا نام افغانستان رو گرفتیم، در ذهن مردم این است که اینها کشورهای اسلامی هستند، یعنی عقب ماندن یا چیز دیگر. یک طالب علم پاکستانی با چند زبان حرف میزند. یک طالب علم صنف 2 یا 3 پاکستانی، اکثریت طالب علمانش، اکثریتش این 30%، 10%، 15%، 20% نه، زیاده از 50% طالب علمان پاکستان با 2-3 زبان حرف میزنند. شما این رو میدونستید؟ زبان انگلیسی را تمام طالب علمانی که در پاکستان تحصیل میکنند بلد هستند. با 2-3 زبان دیگر گپ میزنند، حرف میزنند. شما از این باخبر بودید؟ باخبر هستم برادر شکر. بله، اناکنون بیایید. لیکن حالا ببینید طرز کچسوی تعلیمی یعنی یک در اینجا چگونه برمیکشن؟ یک طالب علم تاجیکستانی را با طالب علمان این کشورها روبرو میکنید، بعد میسنجید، بعد میفهمید که سطح دانش طالب علم تاجیکستان در کدام حالت است، در چه سطح است. درست است ما حالا ببینید برادر عزیز، درست است یک چند ما مکتب ها داریم در تمام تاجیکستان. در یک کشور 10 میلیون نفری 1-2-3 مکتب داریم. یک مکتب پرزیدنتی، یک 2-3 مکتب های ترکی بودن که آنها را پرزیدنتی کردگی هستند. در آنجا همه پول مردم، کیسه مردم را غارت کردگی های فرزندانش میخواند، یعنی با پولی که مردم با آن پول صرف کرده نمیتوند. درست است. آنها حالا یک بار شما سنجید نفرانی که در المپیاد ها جای گرفتند، نفرانی که در همون المپیاد های فنی، فیزیک، متماتیک و دیگه و ها جای گرفتن، یک بار بینید که آنها کیها هستند، در کدام مکتب تحصیل میکنند و شرایط اقتصادیشون چی است. و امروز ما در موضوع گرفتیم شرایط اقتصادی مردم را که به این نوبت بگیرید. شما چند فایزی شرایط اقتصادی مردم میبرداشتگی به مکتب های مخصوص رو میدونید؟ 90% مردم شرایط اقتصادی ندارد که نه اینکه به مکتب های پولکی فرزندانش رو بدهد، بلکه حتی به سر لباس فرزندش پول ندارد. ما مگر در همین حالت چند نفرانی که شرایط خوبی اقتصادی دارن و حتی ببینید این نفرانی که در المپیاد ها رفته اشتراک میکنن تاجیکستان حتی پول نمیتن، بیچاره‌ها از حساب خودشون میبرن، برای اینکه فرزندانشون پولدار هستند. در داخلشون قمبغل ها خیلی نیستن، نه من میدونم هستند، خیلی به مقدار کم هستند. اینا باید به نوبت بگیریم. چی تاجیکستان که کشور کپیتالیستی نیست؟ این خاراکتر کشور کپیتالیستی است. تاجیکستان کشور اجتماعی است، یک نه کشور سوسیالیستی، سیستم دولتداریش اجتماعی است. باید استعدادها رو به نوبت گیرد. استعدادها گم شده رفته ایستادند به خاطر قمبغلشون. کشور اجتماعی باید همه رو با یک چشم بیند و استعدادها رو به نوبت بگیرد. استعدادها به نوبت گرفته نمیشوند، گم شده میرود، استعدادها نابود شده. این رو کشوری مگر همین حالت رو حالت کشوری اجتماعی گفته میشود؟ نه، وقتی که به نوبت گرفته نمیشود. مرحمت بفرمایید برادر عزیز. برادر شوکت بعد از این نفر فکرشون رو گفتن، بعد عبدالمجید. من شما رو بسیار خوب درد میکنم برادر شوکت. این مقصد اول گپ زدین، گفتین که یک برادر فرزند دوستم مقصد تحسیس میکنه در ایران، اون که باشد یک بسیار علم خوبی دارد. همین گپ را شما گفتین. این بعد اون فکرانه من پریشان کردین دیگه، از هر طرف گپ زدین. لیکن من به شما همین گپ میگم که ایسر بیاین از همین وادی بدخشان ما، والله قسم من اگر آماده باشین شما، من به خدا قسم از یگان انسان ترسی ندارم. من یک شهروند تاجیکستان هستم، من در همون کشور مثلا زایده شده هستم و زندگی فرزندانی من در همون کشور هست. من هم الحمدلله در همون کشور زندگی به سر میبرم خوب همه. لیکن گوش کن برادر شوکت، آماده هستین که شما مقصد همون طالب علمی که کدام طالب علمی میگیم فرق ندارد، همین طریق ویدیویی، طریق مقصد آشکارا که من آماده هستم از طرف بدخشان ما بسیار
همچنین علمدارایی که هستند همین معارف تاجیکستان است یا یعنی دیگه طرف یعنی دیگه دولت است ای بدخشان ما بسیار خوب تاجیکستان است ای تاجیکستان است خب من از همون طرف اگر شما خواستید 10 نفر نه اگر نه نخواستید 15 نفر من میگیرم ویدیویی طریق ویدیویی میبیام تاجیکستان به خدا والله قسم نگید ویدیو ویزوف من تلفن میکنم از ویدیو ویزوف پاکستان صحبت میکنم من میبیام همونجا طالب علمای تاجیکستان طالب علمای همون طرفی بدخشان مقصد معارفی بدخشان معارف تاجیکستان شما مطرحی کنید نباشد طرف ایران یا افغانستان کجای میخواهید که بسیار خوبتر است همونجا را میتونید مطرحی کنید برادر عزیز ما گپ زنم شامی گپش داکا حاضر گپ بزنید مال شما گپ بزنید بسیار خوب گپ بزنید برادر عزیز گوش کاکا جون ما دیگه هیچ جونا میره ما هم داری شهر گپ میزنم بچهای ما مکتب تمام میکنن روسیه میرن زبان روسیه نمیدونه که حرفی ما روسیه فهمیدی شما ما چی گپ زده سه هایکینگ کدام بدخشان گپ زده او بدخشان مادراشون علم دارن و میشینن در خونهشون درس میتین فهمیدی که دمو مکتب در درس نمیتین میفهمید که روسیه میروه کیجای میروه به غرض زبان خودشی چنا میدونه شما اینجا در برو اومده ایکیم که جو هیچ جا را مقایسه نکنه درین شهر بس کی شهر حالا شیرهای الله ما نوبت عبدالمجید ظلم کرده شدیم من یک تا مثال میبرم به این برادره که از واتساپ عمر زنگ زده شدن برای شما کفایه است که سطح دانش مردم تاجیکستان رو بسنجید برای شما کفایه است که در همون هواپیمایی که از تاجیکستان به روسیه میبیاید همین در وقت میگراسیونی کارت هست که برگه میگراسیونی برگه مهاجرت رو وقتی پر کرده ایستادن همین کمتر مشاهده کنید سطح سواد مردم رو برای بها دادن برای شما همین حالت رو مشاهده کردن برایتون بس است بله بس از این زیاد نه همین هواپیمایی که از تاجیکستان به روسیه پرواز میکند همین وقتی میگراسیون کارت پر کردن وقتش میبیاید آورده تقسیم میکنن در همون حالت یک مشاهده کنید چند درصد مردم خودش میگراسیون کارت رو پر کرده میتواند و درست پر میکند یا نادرست پر میکند در همون حالت برای شما بس است که شما سطح دانش مردم رو انمی مردم در مکتب‌های تاجیکستان تحصیل کرده رو بفهمید زیادتی چیزی لازم نیست همین قدر بس اوخی فکرتو معقول است برادر شوکت گوش کنید التماس من همیشه وقت شد که تا 60 نفر خودم پر کردم این ایمیگراسیون کارت من برادر عزیز یعنی عمر برادر عزیز عمر از شما یک خواهش هست اینجا از شما یک خواهش هست بسیار بحث کرده ایستادیم من از شما خواهش میکنم که از واتساپ خیلی نفران زیاد زنگ زده ایستادن شما رو خواهش میکنم توسط استریمیر به استودیو وارد شوید اینجا ما میتوانیم شما رو نگاه داشته که بحث کرده در اونجا در واتساپ هم به شما خلال رسونده ایستادن هم به ما خلال رسونده ایستادن حاضر تقریبا 100 زنگ در وقت با شما صحبت کردن 100 زنگ را پوشیم بله خوب از من حرکت میکنم که با استریمیر وارد شوید اینجا بحث میکنیم اینجا همراه بحث میکنیم برادر مایلاش خب زنده باشین عبدالمجید گفتید عبدالمجید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که شوکت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلامتی تو خوب است تنجه بردمین بحضورین بفرمایید برادر انا برادر شوکت اینا گوش کن همین برای ورچا ول گپ زدی ماشین ورچا گپ زدی باور کنید چند جاش من تجربه کردگی هستم یگان ماشین کسلی را طرف بالیسه نمیاره تاکسی اوقاتی میبرن میفرورن کسلیشو میدرورن همین ماشیناشو در پیشم بالیسه همین کلیساشو پوش خوان ای دسته چی ای دسته بنزین زپراب کشون میرن نمیتن شو انا ودیمش که 40% همین امیگرانت ها میاین تاجیکستان بچهای یوشن 40% شو وابشه زبان روسی را کو بوم نمی حال زور
ده خرشو میدونن تمام یگان گپی نمیدونن. بله ایروی نمی روی همه دیگر کمی روسیه هم جقیده است تاجیکستان ایروی برای چی جقیده است؟ ایروی که زبان روسی را نمیدونن پرابلم ای زبان روسی ده همیو پر خیرده نمیتونن کیف تنسر پر کنه نمیتونن کاغذ ایمیگراسیون پر کنه نمیتونن کاغذی که میتونش که گی پر کن ده همون جا فامیلا آرت نویسته میگه پرش کن در جای فامیلا نومش هم مینویسه جای اون نومش چی را با مینویسه. بله ولی او برادر ای درواز اینو پامیر گپ زن اوجا آدم علمدار شو بسیاران وارد خونه شو درس میتن گفتن برادر نشون میتن پامیر و قرغان تپه و قم سنگیر و جلی کور و کلخوزآباد و گاروتی یا ما کمتر پس میدرم اکو کی میدرویا در همونجا کی میبره معلم رسید همونجا درس میتینه انگلیسی درس میتینه فکر کنه خدا که شب کنه هیچ کنه است این تیم بولی تاجیکستان در دولت قشاق که هست در همون ده تنگه که میتین شو اون را دلشون نمیشن که در ماشین زپراب کش کنن میبرن به فرزندش میخره چی مینه همو در بانسا کار مینه قپلی نمیگیره که زندگیشو پیش برن بود اگر در ماشینش بریزه به او هیچی نمیمونه. بله حالا نفر دیگر از واتساپ زنگ زده شده است او عمر دیگر نفر زنگ زده شده است او رو گوش کنیم. حالا بعد ورق هم وارد کنین بسیار انتظارشون کردیم شاید گفتنی داشته باشم. واتساپ الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما برنامه شما رو تماشا کردیم درباره ساحه تندرستی گپ زدن. حکازی برنامه شما برای علم و معرفت است و برای مکتب عائله هست و برادر گفت که ما مکتب و در تاجیکستان درباره تندرستی گپ زد کو من همین از سر من گذشت. من خودم در می روسیه حاضرش من روسیه دم من کمتر سلامتیم نقض نبود رفتم این 5 سال 6 سال پیش بود رفتم برای سلامتی گفتم تاجیکستان گفتم بیا در تاجیکستان لیچنی کن خیلی اونجا با شهری بیگانه مردم چه خواستم رفتم تاجیکستان خودم من قریه بالا با دهم کارپوس برفتم من پاژنسکی ده کسل بودم همین خیل من دیلم لرزاندن که این کسل بهت کسلی این خیل سینی مادرم فای پیر و گفت که همین قدر پول در کار پول نگو چند سم گفت که پولی کلان در کار این کسلی شما به حد کسلی وزبین این خیر و مادرم گفت چند سومه استاد گفت که در کار شاید سلامتی فرزندتان در کار باشد خانه درتون میفروشید و سلامتی فرزند میخرید. بله همین گپ من پیش من بگو من دیدم همین خیر در زمین زد که من گفتم نخود اقلا یک سخن طبیب یک سخن نغزش کو این یک دوای یک لیچنی میشه برای کسلی لیکن در روی من گفت همینجا صبر کنید بود اومدید انا همین سخنهای گفته طبیب هم به سطح تعلیمی دیده‌ای طبیب در دانشگاه دلالت میکند یعنی که این طبیب سطح تعلیمش نهایت اتکی سخنرانیش نهایت پست است حتی در سطح طبیب های میانه طبیب های چی نیست طبیب های قطاری نیست این گونه طرز گپ زنیش این گونه میتونه یک منیجری طبابتگاه گپ زند اما طبیب نه. بفرمایید دوام دهید. بعد همین آنالیزه من سپاریدم همش گرفتم آمدم خانه بعد دیدم مادرم بسیار غمگین شد من گفتم مادر جان غم نخورید من رفته همون روسیه بعد چنی میکنم من همین پول راستی گپ $2000 برای می سلامتی برای اپراسیون گرفتم لیکن گفتن این کم من گرفتم اثری همون بلیت گرفتم و روسیه آمدم ماندگی پلاخ گفتم زندگی خانه را بینید آمدم در روسیه من باور کنید یا نه و 20,000 روبل رسید که من لیچنی خودم اپراسیون گرفتم. اکنون شما فکر کنید $2000 و یا کم بود من 20,000 روبل روسیه به لیچنی گرفتم اینجا. شکر خدا. $3,000 هم نه. خدا شکر خال لیچنی من گرفتم همون ورچه که من همین گپ گفت
تلفن کردم گفتم گفت شما دروغ میگید که من از خانه پریستوپ قپید منو گرفته بردن همین خوب یکم پیوستم میگن همینا همش به پول شده من با فقط 20,000 برای و انالیز و گرفتند اپراتشده نارکوس برای نارکوس گرفتن تمام همین خیلی نگاه کردن خبر آمدن انا اکن ایبان 5 سال گذشت من امسال تاجیکستان رفتم برادرم کسل شد بردن در بنیسه باور میکنه همین خیلی پول کندن دادرم در همین درجه شد این سلقپی دخترها نفهمیدن بله انا اینا حاضر که اوه برده خانه خیلی نغز میشه آوردیم یک تا پروفسور دیگر یافتیم آمد گفت که این انسان این سلطدگی اینا جمادن در کار نبود شما چه ابنیسه گرفته خانه آورده با خانه بنیسه میبره قریب کشتنده بله والا یک نفر دوست ما در تاجیکستان چی گفته کسلی این خیلی رک داری گفته خیمیه زدنشه در فیزیکچه نیستی خوجان چند وقت خوابوندانشه در روسیه میباید تو میمیری دیگه روح نیست باید بمیری با چند روز سروکش دادن که به همین روز تا به همین روز مردم به تیار شد بر روسیه میباید تبابت میگیرد در روسیه کار کرده شده است کار فعالیت کرده شده است در روسیه 80,000 روبل روسی معاش میگیرد سروکش هم مونده این هم به صفت تعلیم در حالا در سالهای شوروی اتحاد شوروی دانشکده طبی ابن سینا یکی از اولین ها بود یک جای نمایان میشد کادرهایش حالا ببینید در یک بازار تبدیلی یافته است اینها درباره بازار گپ میزنن این هم صفت تعلیم است یعنی یک کسل را بیمار را مثل یک پروداکت نگاه میکنن اینها مثل یک پروداکت یعنی این پروداکت به بازار میرفته باشه از این پروداکت از این مال ما چقدر فایده میگرفته باشیم چقدر پول کار میکرده باشیم هوشیات در سلامتی ملت نیست هوشیات از او پول کندن است و خانه را میفروشی جو را میفروشی این به انصافی رو ببینید اوکی شوکت ممکنه دهنگاه بزنه که میبرم حالا ببینید خواهر یک برادر میخوان در همین باره گپ زنند معلش با اجازه شما بفرمایید عبدالمجید انا گوش کن اوکی شوکت می چه سیستم دولت رفته است همین ورچا باید میخواستن گپ میزدن برای اولوکوژو همین پول ورچایی که در دوشنبه در قرغانتپه در دیگه ولایت است پول فهمیده که همین کم کسلی اومد هم کسلی بگی پول دارو تنی بگیری پول کار تنی بگی همه تا بگی جبر کنید سر خلقی سر نکشن همین کار سیستم را پیش برده است ولی اپ هم میگه که نمیتگه روز میگه باور که جای شیدگه که وخر عربه کسلش بردگی باور میکنی یا که شوکت بله عمر گم شدید که عمری که از واتساپ زنگ زده بودید گم شدید ما شما رو انتظاریم نتوانید چی انا خیلی کارا رفته است از برادر شوکت این بازی اگر پندسین باشه اگر برای اپراسیون کردن بهتر یکم $2,000 هم میگیرن روز میگن بله دیدگی سوهای معارف شما چی میگید عبدالمجید در سوهای معارف هم در همه کار دولت هم خوشه ده همه کار نخوشه همه کار بله همش پر اخرای یگان جشن همش پر اخرای یعنی در رود روشاد میگردن میگد کی چای پلیم نباتی میتونم کاغذ نمیتونم بله این در دوره 180 صوبان به صنف یکم رفتن طلبه که شرکتی فراز میگیرد به این فکر شما چی است برای فرزند من رفتم باور میکنه گفتم در ای جای استقامت در رایون در برم توریش کنین تا انگلیسی رسی را بخونه 500 سومانی فرمیدن منه 500 سومانی فرمیدن که برای یک قبول کردن 500 سومانی فرمیده است دیرکتر بله فکر شما چی است خواهر عزیز که از واتساپ زنگ زده شده درباره همین مسئله امروز مشکلات ساحه معارف شوکت آزادی به عزت امان پروردگار و نگهبان باشه مهاجرا را پروردگار در امانتی خودش نگاه کنه درد از سرشون بینه پروردگار تنش صحت کنه
پروردگار همه شما را نگهبان باشد. زنده باشید. تشکر شما. خیر عزیز، درباره این مشکلات امروزی که ساحه معارف مکتب فکر شما چی است؟ نفری که از واتساپ زنگ زده. من اولی برنامه من برآمد کردم، گفتم که برای همین کتاب ها برای فرم من برآمد کردم. حالا ببینیم برادر واروخ چی میگفته باشند. واروخ، تشکر به خوره که از واتساپ زنگ زدن و ابراز اندیشه کردن. برادر واروخ بفرمایید. از واروخ همین شکاری که میارن تا برزین را نرزید به شهر سپره نمیارن. کاپیتان توریای که شوکت شکرید. مسئله ساحه معارف شما چند وقت باز ایستادید؟ یگان گفتنی دارید؟ برای معارف گلستوک نبندید در شهر واروخ، در دهه واروخ گلستوک نبندید، طرف پولی میسپرید 5 سامان 3 سامان برای گلستوک نبستن در مکتب ها. حالا اینجا دو چیز ما در برنامه دو چیز دیگر اشاره کردنی هستیم. حالا ببینید اینجا یکی از اون مسئله هایی که ما اشاره میکنیم این است که سرقت بودجه کشور، یعنی دزدی بودجه کشور به خاطر پوشیدن مکتب ها است. در تاجیکستان ده ها مکتب های هست که در حالت صدموی قرار دارد. ده ها مکتب های هست که در حالت صدموی اولین سستیانی قرار دارد، لیکن از بودجه وقتی که مبلغ جدا می شود یک چی داریم ما، یک تشکیلات هست در اونجا. نوم تشکیلات رو میدونید نوم تشکیلات میدونید چی است؟ مؤسسه دولتی مرکزی تطبیقی لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب ها. این مؤسسه دولتی چیکار میکند؟ که پول رو از بودجه میگیرد برای ساختمان مکتب ها، برای تعمیر مکتب ها پول رو میگیرد، بعد تندر اعلام میکند. در تندر اول همان شرکت ساختمان غلبه میکند که هرچی بیشتر به دیرکتور این مؤسسه پول وعده کند. دیرکتور مؤسسه سال 2020 کی بود؟ واحد امید سفرونا، واحد زاده امید سفری. همین نفری که در رسم میبینید، رسمش رو دیده ایستادید، همین خانم دیرکتور این مؤسسه بودن. این دیرکتور از یک لایحه ساختمان مکتبی که ببینید با رئیس جمهور چقدر رفته ایستادند، $1 میلیون ارزش داشته است. ماشین ها را دیده ایستادید خیل به خیل. $1 میلیون ارزش داشته است. از همین $420,000 را گرفته است به خودش. با شرکتی که این صاحب این شرکت با ما صحبت کرده است. شما میتوانید از پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه همین مکتب نویسید. نام مقاله هم $420,000 پاره از ساختمان یک مکتب است. نام مقاله هم پر را میخونید. در اونجا گفته شده است. من این دیده ایستادید خانم رو اسب دارد، از پای قیمت بها دارد، ماشین های خیل به خیل دارد و هکذا ها. این خانم از یک مکتب لایحه ساختمان مکتبی که مبلغش $1 میلیون حساب داشته است، $420,000 رو به شرکت ساختمان گفته است که برگردانده، من میگذارونم به حسابت، تو $420,000 رو به من گردانده میدهی، به $580,000 مکتب رو میپوشی، چخیل میکنی چخیل نمیکنی و خواهش تو از باقی مانده پول رو از مردم جمع میکنی نمیکنی، باید این $1 میلیون پول به حساب تو به حساب سامانه گذارد و $420,000 به من گشته بیاید. فهمیده ایستادید؟ این یک بار حساب کتاب کردم میگوید دیدم که واقعا صرفه‌کارانه کار کنم مکتب رو به همین $500,000 پوشیده می شود. وقتی که مکتب رو پوشیدنش رو سر کردم میگوید این کمیسه میگوید باید این کمیسه میگوید اینجا کمبودی هست، گفته میشیند میگوید هر چیکار کردن در کار پولتی میگوید و کمیسه میگوید
این جویت نادرست است، این حجت نادرست است، هر چیکار کردن دکار پول در کن، پول باید پول دهی. همین خیلی میگوید تمام پول رو گرفتن و مسئولیت دادن که از خاک پول جمع کرده ساز مکتب رو. از همون 1 میلیون دلار میگوید همگی 150,000 رو صاحب شدن به مکتب صرف کردم میگوید. مکتب ناتمام موند میگوید دیگه. حیران زور موندم. بعد با این تمام نیست میگوید. من همین خانم همین کار رو کرده است. همین خانمی که در صورت دیده شده است. با این تمام نیست میگوید. با میگوید که مرا به سود دادن. یعنی 1 میلیون دلار پولی که به حسابت گذاشته بود، به صورت حسابت گذاشته بود، بله گذاشته بود. من در حجت ها وجود دارد به این صورت حسابت گذاشت. تو این پول رو چیکار کردی؟ یعنی برای غیر مقصدناک استفاده کردن مبلغی بودجه میگوید با من میگوید به جوابگری جنایتی کشیده شده میگوید. مجبور شدم گریزم از تاجیکستان برایم میگوید. فهمیده شدید؟ از 1 میلیون دلار 420,000 دلارش رو همین خانم گردانده گرفته است. باقی موندهش رو تفتیش این تفتیش و تفتیش همگی 150,000 دلار پول مونده است. همین 150,000 دلار پول به مکتب صرف است. یک قامتش کمتر روز کرده است. بعد تفتیش سر کردن به استفاده غیر مقصدناک مبلغ گناهگارش کردن. این پودرچی رو پودرچی مجبور شده است تاجیکستان رو ترک کند بگریزد. اکنون این خانومه که یک بار دیگر نشون که ماشین خواهی جانان این خانومه که در یک دیرکتوری لایحه‌ای مثل ساختمان مکتب ها شده کار کرده ایستاده است. این لکسوس را با کدام مبلغ خریده است؟ این بویگری ها، این اسب، این چی ها از کجا؟ این میدان ها، ماشین های خیل به خیل از کجا؟ این خانه های قشنگ از کجا؟ معاشتان چند پول خانم؟ نامشان چی بود؟ امید خان؟ این ماشین را دیدید؟ این ماشین با دیگرین معاششان چند پول باشد؟ از حساب فرزندان من شما در ویرانه، در وگان، در پلهای پوسیده، یعنی در مکتب هایی که تریزه هاشون ویران است، در حالت صدموی قرار دارند، با همین تخته ها تکه چوب مونده، مکتب بچه ها تحصیل کرده شدن، با این مکتب ها میچکد. این کس به این تویوتا لند کروزر سوار هستند. این خانم مسئول مبلغ ساختمان های مکتب ها، مؤسسه های مکتبی هستند، مؤسسه های تحصیلی. یا بگیرید از خود کردن مولی کشور از بودجه میگذرد، با خودشان گشته میرد. این خانم کی بوده میدونید؟ این خانم پشتیبانشان رهبری دستگاه رئیس جمهور و دختری رئیس جمهور آزاده رحمان و رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی سیمومی یتیموف. عکس آزاده رحمان همراه پدرش در روی میز کاری امیده گذاشته شدند و میگوید که آزاده اپم است، در همه کار مرا پشتیبانی میکند. گفته است که در توی که واحد و برگزار کرد خودی سیمومین یتیموف حضور داشت و در یک حجره علاهیده طربخانه با چند بلند مقام دیگر می نشست. با دستور یتیموف شبنم سریا به توی آورده شد و چند سرود هم آنجا خواند. و یک تو چند حافظ بردن در کار است. فرقش نه. سیمومین یتیموف مخصوص توی رود با حافظ خودش توی می رفته است. اناکنون ببینید رهبر مؤسسه دولتی مرکزی تطبیق لایحه ساختمان و مجهزگردانی مکتب‌ها امید واحد و دختر واحد سفر است. واحد سفر استاد رئیس جمهور امامعلی رحمان بوده. دخترش امیده با امر مستقیم رئیس جمهور به این وظیفه تعیین کرده شده است. با امر مستقیم رئیس جمهور، یعنی برای دزدی شخصی باورناک آورده مونده شده است. اینها لاف میزنند که ما از بودجه برای ساختمان مکتب ها فلان قدر مبلغ جدا کردیم، با یک بیچاره پودرچی یک شرکت ساختمانی را میبرند میگن که این پول را به نامت میگذارونیم، تو این پول را باز این قسمش را به دست ما نقد گردانده میدهی، به همین شرط مکتب را میپوشی، به همین نسبت پوشیده میتونی یک کار کرده صرف کارانه اکنام میکنی. آخه فهمیده شدید؟
چگونه باید ساحه معارف پیش رود؟ حالا یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستادند که فکرشون رو گوش کنیم چی میگویند. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت جون، بفرمایید. سطح مکتبای ما یگان وقت بلند نمیشود وقتی که معلم معاش نوچیز میگیره. اگر ما خودمون را کشیم هم سطح مکتبا بلند نمیشود. یکم در جمهوری ما باغچه‌های کودکانه گویم قریب نیست، خطا نمیکنیم. هست یکی آدمای کسبش بلند کار نمیکنیم. برای معاش مثلا 600 700 تومان 600 700 تومانی $50. وقتی که یک خلطه آرد 230 240 تومان شود، معاش یک کارگر 2 خلطه آرد. بعد خیلی اون آدم همون وقت درست کار میکند که هم از کارش انا یک گویم مزه میبرد، هم از معاش کارش همون وقت مطمئن میتواند که از توی دل کار کند. وقتی که شما کار میبیاید در فکرتون که با از کجا من پول گیرم و زندگی میبرم فکر کنید، شما پوره روزی کرده گویم پلنتن کار کردن نمیتوانید. برای اون که همون نه کارتون یک مزه درست برید، هم از معاش. تا همین چیزا در جمهوری تاجیکستان انا چخیل گویم همین خطا را اصلاح نکنن پیشروی نیست. وقتی که انا باغچه‌های بچگانه سطح بلند ندارن و از اونجا میباید مکتب. در مکتب معلم معاش درست نمیگیرد، سطح معلم بلند نیست. برای آنکه در اینستیتوت او معلومات درست نمیگیرد. همون خیلی از همین پایین تا بالا با گپ مردم گویم چلا سواد شده میریم. وقتی که من بسیار وقت در روسیه با مهاجرا کار میکنم گویم که یگان سطح نداره خطا نمیکنی. برای عیب بیان نیست، عیب همون حکومت دارایی که مردم در همون سطح پس تربیه میکنن و میبراین. بله. برای ما تو سطح جمعیت بلند نکنن یگان پیشروی در اونجا نیست و نمیشود. بله. برای اموالی باید استعفا شود، حکومت جدید شود، نظامیات نو شود، همه معارف تندرستی کل اینا باید بالا رود. نمی رود. برای این نمی رود میروانو نمیش. برادر وقتی که سطح های بلند پول بسیار در دستشون میدارد چکار خواهند میکنن او میگن آخری شب سیاه سفید یکجا این قدر کمبغل دعا میکنه خچی میکنه شما خود او با او پول شدی جا نمیده. شب سیاه سفید میشود 30 سال بود هیچ سفیدیش ندیده. خود مو انشالله خداوند درگیره سختگیره انشالله رحمان هم خوب میشود. درس دیگه جا مکتب تو یک برادر واتساپ زنگ زده ایستادید و شیرهای الله ساشا اینجا وارد شدن. این کس را گوش کنیم که با این گفته های شما چه نظر دارند. باشه. السلام علیکم. اکم ناو درآمدم نمیدونی اکم در برای چی گفت نه که اگر نمیدونم در موضوعتون در برای چی نه که من یک سوال داشتم با شما اگر شما جواب بگیم من حاضر صبر کنید. سوال چه در سوالتون من جواب میدم. یک دقیقه ساشا برادر عزیز نگاه کنید. شما نمیدونید که حالا نمیدونید که حتی موضوع ما چی است، ما چی گفته ایستادیم، درباره چی گپ رفته ایستاده است. شما کجا سوال میدید؟ من برای تنظیم
ممکن باشه ممکن نباشه چی شده مکتب ساشا نه اینجا یک ساشا در اومدن گفته شدن که من نمیدونم موضوعاتون درباره چی است اما یک سوال دارم درباره تنظیم مالش ساشا گپ زنید گپ درباره مکتب رفت است برادر من میگویم که تو در اینستیتوت معلومات درست نگیرد نبیاید معاش درست نگیرد یگون وقت سطح مکتبامو بعد سطح محیطی که در مردم در همون محیط زندگی میکنن اگر بلند نباشد ما پیش نمی رویم. بله این فکر شخصی من های کسی که چه فکر دارد این فکر شخصی خودم من گفتادیم برای همون در تاجیکستان ما با سالهای نزدیکی یگون تغییرات نمی‌یابد برای اون که محیط به سواد تربیه کرده برابر داده است. بله. هوا کوکاکنو خود از سر وظیفه او باید خلق رنگ همو چی باشه رنگ پاچایی که گوکاکن شد باید خلق رنگ همو گوکاکن باشه هیچ خیلی اینجا طوری نمیگیره برای اگه حالا شما درسی بله شما درسی قرار داره حالا شرایطی تعلیم در روسیه برای مهاجران تاجیک چگونه است؟ به پول اکجون تو مکتب میدوچیلشه به پول حتی با اگر بینه کنفیزاتی مثال خیلی درسای چی دارن نه روزای چی ده با درسای ایلاوگی بینه که کمتر مثال با عقل ضعیفتره میگه که با بیار مثال فرزند تا بیار با درس میتین این نه طول که در روسیه در بسیار شهرهای همه چیزا در همه پروگرام ها هست وقتی که مثال کودک نه اومه بیایی او کودک مثال فهمیش مثال زبانی نو ایخت کردن با بچورا میگن که این بعد فلان ساعت با بیار کودک تا درس ایلاوگی که همه مثال با سالش در همه همسینفاش چی شود مثال صفادت کنه در تاجیکستان باور که ایسادیکش تا میدوچیلی هم تا اینستیتوت تمام کردن پول میتی با یگام علم ایخد نمیکنی اگر هم خداوند فرزند عقل ساله داده باشه کم خودش مثال گفتی و گپا شرط میکنن ایخه نه هم دیپلم نامش دیپلم داره او دیپلم اگر به نام الله دیپلم سرخ بگی اگر با همون بره اگر همون معارف میری یا که مثال تندرستی میری گپ سخنت حسد نداره برایش که تو نه جیانی فلانی نه خشازاده فلانی انا خشازاده فلانی در کویز عادی کردگی دیپلم خدمه بسیار دوستان ما خفه میشوند فرزندای من تا صنف پنجم که دویمش تا صنف سیوم در مکتبی یعنی شهری یعنی مرکزی معموری تحصیل کردگی هستند در مرکزی معموری نوحیه تحصیل کردگی هستند مکتب شرایط تعلیمی زبان انگلیسی رو نداشت چند بار من مراجعت کردم نداشتن یا که یگان محفل یا که درس ایلاوگی به زبان انگلیسی نداشتن به زبان انگلیسی وقتی که من فرزندانم رو معلم کرو کردم با پیش معلم رفته میمدم چند سال تقریبا 2-3 سال رفته میمدم طرز زباندانی زبان انگلیسی فرزندان من از معلم زبان انگلیسیشون بالاتر بود از معلم انگلیسی مکتبشون بله حال شما میگه انگلیسی ولی حتی همون معلمه را نداره همون معلمه و انگلیسی نه معلم زبان انگلیسی ما یک مغازه داشتیم با مغازه اومد ما رو جستجو کرد است من نبودم به مادرش نگفت است و ما رو در کوچه داشت گفت که یک خواهش دارم خواهش من این است که خواهش میکنم پسرتون در درس همین بعضی نزاکت ها رو رعایت کنه تا اینکه من شرم ندارم دیده ایستاده شفقت جان انگلیسی را ماند به قریبی ما توجیگی گپ زدن گم میکنی انگلیسی الحق
گپ میزنن زبان درست توجیه خیلی گپ نمیزنن شما انگلیسی و فرانسوزی و نمیزی و اینا رو مانید وقتی که آدم زبان خودش درست گپ زدن درست حرف زدن نمیتونه خیلی دیگه زبان یاد میگیرن پیش از زبان دیگر از خود کردن باید زبان خودتان از دانید درست گپ زدن درست رفتار کردن این روز پگه کودکای ما فقط کارتوشکا میگن و گلی لالا و گلی تولپان و دیگه اگه کار ندارم مارشیروف که قدم زنی رو میتونن هزار همه در ساحه فرهنگ شاید پیش قدم شویم لیکن همین هنرمندی رو هم نتوانسته سودیم یکون نه فیلم داریم نه یکون چی داریم او رژیسور شنوخی گوکاکی نیاکه برادران عزیز قریب 30-40 مکتب اولی است 50 تا ممکن زیاد باشن اما چه در کارن آدم معلومات اولی میگیرد که بعد تمام کردن بعد معلومات اولی خورانه تا در تاجیکستان معلومات اولی تماما آدم نمیخورن در تاجیکستان معلومات اولی تجارت است حالا 300 تا 400 امکیه که از واتساپ زنگ زده شده در تاجیکستان معلومات اولی دادن تجارت است نه اینکه کادر استحصال کردن مقصد در مکاتب اولی تاجیکستان این تجارت است نه استحصال کادرها استحصال متخصص است ببینید کادری که تمام کنه به کار نیومد تحصیلات اولی رو تمام کرد ختم کرد دیپلم رو بگیرید به تگ صندوق میاندازد به مهاجرت هزار کادرای ما برای همو استرویکای روسیه کادر دیپلم میدین دیپلم همه گیره و چیزی که کسب تشکیل کردن در کار کسب ساختمان چی شونه بیان در روسیه ساختمان اند کار والله اکا شوکا همین پدر من ای سال 84 تا سال 2010 حتی میخواست روسیه را و مثال هم خدمتاشون بودن و حکومت نمیموندکشه برایش که نداشت همین چی چرتیاش دوشنبه هسته دوشنبه ده او را پدر ما کدگه کلادیسایی که همون این همین در خدمت ایسال در سال 84 اول کرپیچ قطعی میچیندن فهمیده؟ همون کلادیسایی همون ادخادا و همون چیزا را همین 84 با پدر ما بیتونیش برو وقتی که تمام کرد استودنت بود مثال تمام کرد یکم پرکتیکش ده همین ایده را بعد هم خیلی وایش کردن ارکیتکت همین چی انجینیر ارکیتکت حاجی والله اکا والله همون اینستیتوت همون برای همه چی میگن نام شاید نمبرم اوجا میری اوجا هم فقط نام میگذاره تکنولوژی چیزی اوجا میری فقط نام میگذاره تمام دیپلم دارو والله قسم نه اینکه او فوندامنت او چیرتیاش کشیه کیرپیچ مانی نمیتونن گفته کیرپیچ هم چیخه مانی میسو هم کلاتکره یا که سویاسکا ای کنج با کنج یا کلاتکا ای که جو سر میشه این ما مثال آخی بسیار عیبا بسیار ایکا جون ماده با مردم برو با اینی خگاب میزنه که با دینه در برنامه اینا نام مشاهد برامد و برادر گروه 24 دینه برنامه اجلاش میگه همین شما قگاب میزنه اینه در بین جهان جناب برامده ده هیچ که جامعه نپشونده او جامعه باید خلق نخره در خلق نپشونده و چی اگه فایده نداره او بین همون با 4 دیکتاتوری دیگه در بین دیگرش کشونده توفه کردن با خواهی گفت های $100,000 تون میتیو در شبکه اجتماعی فیسبوک همین بحث رفته ایستاده بود بسیاری ها به این ربط دادن که گفتن همین در بازی های المپی توکیو در ژاپن تاجیکستان جا نگرفت گفتن همین غریبک سرش خم شد بیا به همین یک جامعه ارکداق بود چی بود به همین بله اگر خفه بشید ببینید حالا از کارمندان تکنیکی خواهش میکنم که تاجیکستان رو ببینید در کدام سطح هست با اظهار تاسف میگم ببینید در بین کشورهای اتحاد شوروی آخر یکم
از آخر یکم جا، یعنی یگان نفر در المپیاد مدال نگرفتن. در بین کشورهای جماهیر اتحاد شوروی تاجیکستان یگانه کشوری است که یگان مدال حتی جای سوم به دست نآورده است. این شوکت جان، این برای چی است؟ این شوکت جان، وقتی که همون طرفدارای حکومت سر میکنن، اول سوال دادن در که سطح تاجیکستان در کجای در جهان. ویا نمیفهمن خیلی گپاکا جون، ویا همین یک سل دارن حیران میشن. اونو فقط یک پروگرام قطعی کار میکنن. شما چی این حالت روی داده است؟ برای چی این حالت شده است؟ برایش که بی‌سوادن در المپیاد شرکت کردگی هستند، نفرانی که در المپیاد شرکت کرده هستند، همین شرکت در المپیاد ریو دی ژانیرو به یاد بیارید، چند ورزشگران ما از حساب خودشان راهکار کرده رفته بودند، حتی یک قرض گرفته رفته جا گرفته آمده بود. من خودم اکا جان سالهای 2006 2007 قطعی همین حالت مشق میکرد. موزون چوریوه رفت در لندن در سال 2012 جا گرفته آمد، دیگه اون جا گرفتنش تکرار نشد. برای چی؟ شاید بعضی مسئله ها، لیکن بعضی از صحبت‌هایش رو در در شبکه‌های اجتماعی در رسانه ها دیدیم، خوندیم، بعضی مصاحبه هاش با خبرنگاران رو که گفت حکومت مرا فریب کرد. او را بردن در منصبدارش کردن در کمیته ورزش، کمیته المپیک بود، ورزش بود، منصبدارش کردن، با همین تمام شد و شکایت کرد. اینش هم گفت نداد و این پول میده هم گفت ندادن، فریبش کردن. حتی همون مدال گرفتگیش گنررش ندادنش. بله، رسول باقی در همونجا موضوع چوریوه از حزب نظری تاجیکستان کلید خانه دخانگی را گرفته بود از حزب نظری تاجیکستان، لیکن دیگران فریبش کردن. حالا ببینید رسول باقیف در روسیه است دیگه، یک نفره که به تاجیکستان مدال می آورد. ترینری کلانترینی همون جایی که مشق میکنه به خاطری که همون معلمه 4 پاییز داره، من قطعی مردک مشق کردگیم اکا جون. حالا نگرید خودی همین کامرانشاه استوپریان چند غرامی ها در میان آمدگی بود، یادتون هست؟ یک دیگه داشتیم که رستم بود کی بود و چند بار کوشش کرد، حرکت کرد، این چند بار دستش شکست، پایش شکست، چند جایش مجروح شد دیگه و ها همین تبابت میخواد، پول میخواد، مبلغ میخواد، در تاجیکستان در خارجه میخواد، در خارجه مهمان خانه پول میستد، تبابت خانه پول میستد، این سناتوری ها پول میستد، سناتوری های ورزشی همین پول طلب میکند. تاجیکستان پول میدهد؟ نه. تاجیکستان دستگیری میکند؟ نه. حالا حتی همون چمپیونا اکا جون بخشش بازیگران المپیک بود. حالا من فراموش کردم که اینجا به شما نشان دهم، دریافت نکردم. در اونجا نشان داده شده است که نیم اقلا از دستگیری های کشورهای جمهوری های آسیا میانه میکردگی رو ورزشگران ما نمیبینند. دیده شده؟ این هم یاد بگیرید، نیمی از دستگیری کشورهای جمهوری آسیای مرکزی در تاجیکستان نیست. برای همین رفته چی می شود؟ ورزشگر به همین حالت ها دچار می شود، نیمی دل خراب، نیمی کباب. اونو اکا جون اینو 30 سال ده پوستاشون رنگی چی شده، رنگی کاج خیلی گویم پوستی خر غفص شده، نمیفهم او ده این گپا غلطه. او اکه خداوند در نام الله مرو ما فقط دعا میکنیم که همین جاهلا را نیست شوم، دولت آباد شوه و من هم بخوام که فرزندی من خانه اکه شوکه. حالا صبر کنید برادر عزیز، همینجا بیستید، همگی 10 دقیقه دیگر وقت داریم. یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستادن، نامیدشان نکنیم، بردارید. باشه. الو، سلام علیکم و یک تای پدر مادر و یک شوق شما به همه کی برادرانی که دور از وطن، پدر مادری که قربی وطن، همتون رو من سلام میگم از نام خودم و از نام غریب بچه‌ها. سلام علیکم. بخشش زیاد
وقتی که شما میگن که چپان رو پوشاندن اون مقصد او چپان دیگر چی بود؟ آدمایی که عقل داشته باشن از ما همش میگم او برای چی هم اخیر جای دیم دستودگی بود. وقتی که او چپان رو پوشید او 10 مرده هست، 10 مرده میمونه. یکمین کدام آبروش قطعی برای همو او را چپان پوشاندن که دروغ بود و همش که 10 مرده آدم چپان پوشو دادیر میگرده حتی قامت یعنی چهچه کده بگرده کاری او همویه. دیگه مشکل پوستی باید برای چی غلط شدگی اوجه باید آر ناموس ماندگی نیست برادر. او دا اگر آر ناموس باشه قدری که غریبایی که در تمام کل حق هستن او را باید وطن میکشید. در بین 30 سال چی را آباد کرد؟ فقط خورد و فکر خچه کرد. آدمای اصلی را فکر نکرد. برای همون چی؟ برای همون سبب ما از همه زندگی عقل ماندگی از همه چی دور هستیم. بله برایش که سربر ما گفتی گپا گو که کنه تو اگر شیرهای الله و نفرانی که از واتساپ زنگ زدید و نفرانی که در برنامه ما بودید، نفرانی که فکر اندیشه های خود را گفتید، فکر میکنم خیلی فکر اندیشه های پرمحتوا در اینجا گفته شد و خیلی پیشنهادهای خوب هم گفته شد و خیلی به کمبودی های هم اشاره شد. تماشاگران عزیز، من اینجا در آخر چی گفتن میخوام؟ فکر من این است که پیش از آن که ما آرزوی ترقیات تاجیکستان را میکنیم، پیشرفت تاجیکستان را میکنیم، گل شکوفایی تاجیکستان را میکنیم، باید ساحه معارف را مسئله اش را دیده برایم. پیش از همه کشوری که ساحه معارف را به فساد زده ترین نهاد تبدیل میدهد، حکومتی که به عقب مانده ترین نهاد تبدیل میدهد، به این ساحه کمتر از دیگر ساحه ها اهمیت میدهد. حالا ببینید در ساحه تندرستی و ساحه معارف در سطح اولی مد نظر اولی حکومت جمهوری تاجیکستان نمیستند. هم نه ساحه معارف نه ساحه تندرستی در مد نظر نمیستند از حسابی از روی بودجه تقسیم بودجه. وقتی که ساحه معارف در مد نظر اول نمیستد، این حکومت طرفدار خواهشمند پیشرفت و ترقیات نیست. از همین خودش معلوم می شود. بعضی کشورها ساحه حربی را خیلی جدی دقت می دهند، بیشتر مبلغ را صرف میکنند، به دیگه هیچ ساحه ها اهمیت بیشتر نمی دهند برای اینکه میخواهند قدرت خودشان را بیشتر نشون دهند. در همین ساحه خیلی ترقی کرده هستند. در ما مثلا گریم به ساحه معارف اهمیت نیست، در مد نظر اول نمیستد، به این بودجه به ساحه معارف چنانی که لازم است جدا نمی شود. این نشانگری آن است که این کشور ما طرفدار آن جانبدار آن نیست که مردم دانشمند شود. همه اون چیها دروغ است، هم تو یک نمایشکاری دیگر هیچ چیز. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله این است که همون مبلغی که میگذارد، من دلیلش رو گفتیم، تقریبا 50% رو عائله رئیس جمهور از خود میکند. مخصوص همین رنگ او دخترک چی بود نامش؟ واحدوه بود چی بود؟ رنگ او دخترک نفران رو میموند، چند تا جوره های دوگانه های آزاده را میمونن، همین خیل بازی کرده میگیرن، پول رو جمع کرده برده با عائله گرداندن دادن میگیرن. ببینید گفتن که این $1 میلیون پول رو به حساب سامانی به تو میگذارونیم به شرکت، تو باید $420,000 رو گردانده آورده دهی. همون $420,000 $400,000 از اون آزاده، $20,000 اینی همون دخترک بوده است. فهمیدید؟ گفته است من $20,000 میگیرم تمام، این $400,000 به پای آزاده میرود. همین خیلی گفته گرفتگی از پول رو. این بیچاره سربگریز شده است، حالا در اروپا است. بیچاره پودرچی. همین خیلی است. من همین رسمش رو دیدید چه خیلی عظیم برایت که اینها خواهشمند پیشرفت و ترقیات نیستند
وقتی که خواهشمند پیشرفت و ترقیات نیستند باید مردم به سر این مسئله بیاید فکر کند اندیشه کند که ما به کجا رفته ایستاده ایم. دیگر به این کار نمیشود دوستان عزیز. خصوصا نفرانی که حالا در مکتب ها درس میدهید، در مکتب ها درس میدهید، تعلیم میدهید و در مکتب ها همچون آموزگار کار میکنید، شرفی نام آموزگاری رو داشتن رو دارید. نامتون آموزگار است. همین شرف برای شما کفایه است. یک شخصی هستید که در جامعه باید حرمت احترام شما از همه بلندترین حرمت احترام باشد. شما در یک معرکه حاضر شوید باید رئیس جماعت از جایش خسته دست پیشی بر کرده شما رو پیشواز بگیرد، جایش رو به شما بدهد، خودش در پایان اومده نشیند. چون که از رئیس جماعت هیچ کس به هیچ فایده نیست، از معلم فایده است. رئیس جماعت اداره میکند، معلم تربیه میکند. اگر معلم تربیه کرده نتواند، رئیس جماعت هیچ جا را اداره کرده نمیتواند، همه جا معیده میشود. حاضر برای همین است معلم که تربیه نکرده ایستاده است، رئیس جماعت هیچ جا را اداره کرده نمیتواند. بجز اینکه بالا را پول را جمع میکند، میدهد، راضی میکند، سرش تینج. حکومت ناحیه هم همین است، حکومت ولایت هم همین است. درباره مرکز گپ نمیزنیم، درباره حکومت مرکزی گپ نمیزنیم، برای اینکه در حکومت مرکزی یک عائله هست، موندگی ها همه مالکین همین عائله هستند. اینها حکومت های محلی در چه حالت هستند؟ حکومت های محلی فقط وظیفهشان مبلغ رو جمع کرده و پیری کارشان بسیار کردن است. حالا ببینید در همین ناحیه ما چند شخصان خرافاتی بودن، به پیرشان، به پیر طریقتشان میگیم که بلاکشان در شهر خوقند هر سال یک بار پول جمع کرده به پیر طریقتشان میفرستادند. هر سال پول جمع میکنند به پیرشان میفرستند تا اینکه پیرشان دعای بد نکنند. اینها پول را جمع حکومتداران ما پول را جمع میکنند به پیری کارشان میفرستند تا اینکه از وظیفه نگیرد. چه فرق دارد از همین خرافاتی ها؟ اینها یکی هم. این نتیجه چی است؟ اون خرافات هم نتیجه بیسوادی هست، اینش هم نتیجه بیسوادی است. نتیجه پس بودن سطح تعلیم است، صفت تعلیم است. نتیجه بیسواد بودن جامعه است. جامعه اگر سواد داشته باشد، حقش را داند، حقوقش را داند، به این کارها حق نمیدهد. حالا شما مردم عزیز به یک شیمی کاستوم پول نیافته ایستاده اید، اینها حالا تا سر شدن مکتب پول 10 شیمی کاستوم را از شما میرویانند، میگیرند، به این را به اون را، به خاطر تعمیر مکتب، این مکتب، وی مکتب، لباس و هاکذا ها پول شما را رویانده میگیرند. حالا این در حالی است که شما حتی به همین مکتب رفتن حال بچه‌تان آماده نشده است. برای همین تماشاگران عزیز این همه در دست شما است. باید پیشرفت کنیم. فردای تاجیکستان بدون اراده مردم خوب نمی شود. مردم باید اراده پیشرفت را داشته باشند، اراده ترقیات را داشته باشند. دیگر ما فکری حلقه به گوشی دست پیشی بر بودن را داشته باشیم. بس است. چی شعار کردن مردمی تاجیک؟ چی میگن؟ سری خم را شمشیر نمیبره. سرت خم شود، سرت بالا باشد، یک دوی هجوم میکنی، آخر یک درتر میمیری. اگر ضرورت نرسد، ضرورت رسد طرف مقابل رو سرش رو میگیری. چخیل سری خم را شمشیر نمیبره؟ سرت خم کن، یک شمشیر به مونده به اینچی چخیل نمیبرید است. این مقال درست نیست. همین سر را اول خم میکنند بعد به شمشیر میزنند. فهمیده؟ این مقال نادرست است. سر خم نکنید، سر بردارید. کسی که به شما شمشیر راست کرده است مقابلیت نشون دهید، خود را به کشتن ندهید. برای چی؟ اینقدر خود را به کشتن ندهید. شما باید آرزوی هوس بچگیتون را باید ببینید.
روزهای نگ رو باید ببینید. چی فقط اینها فقط به شما روزهای تلخ نشون دادن گرد شما سرتون رو خم کرده ایستادن گرید؟ اگر شما سرتون رو نبردارید، کوشش نکنید، غیرت نکنید، همین خیلی سرتون خم ایستادن میگیرد و روزهای تلخ رو بالای سرتون اینها بر کردن میگیرن. همین خیلی شوهرانتون، ای مادران، شوهرانتون همین خیلی مهاجر موندن میگیرد. سال 2 سال 3 سال شما بیوه بیچاره میمونید، به همین غیر چیره فرزندای برداشته میگردید. شوهرانتون در مهاجرت به هزار درد پیچیده، به 100 درد پیچیده، امروز پایش مایو، فردا میونش درد میکند، روز دیگر دستش درد میکند، روز دیگر چشمش، روز دیگر سرش، روز دیگر پایش آبله کرده است، روز دیگر دستش رو خونی گرفته است. همین خیلی میگردید. پول فرستون کار نیافتم، پول فرستون صاحب کار پول رو نداد، همین خیلی میگردید. اگر سر بلو نکنید، باید سر بلو کرد. به این ناعدالتی ها باید گپ زد. حرف خود را گفت. مکتب پول گفت ندهید، یک تین ندهید، یک تین ندهید. همون بوزهای امنیتی که در مکتب فرزندشون نیست لیکن میرند به مکتب های شما رئیس پدر و مادران بشن، بگه که تو فرزند داری نداری، ایدی گلیای واسیه. دفشم گوید یک نفره که در اون مکتب فرزندانش تحصیل میکنن، جانش به فرزندانش میسوزد، دلش میسوزد، حرف گفتنی دارد، همچون نفری فرزنددار در مکتب خان، همچون فرزند مکتب خان فرزند دارد، حرف گفتنی دارد، شرایط پدر و مادران رو میدوند. این خیلی نفران باید رئیس پدر و مادران شوند. همون کمال سمیش در مکتب رقم 2 به نام لنین شهرک شهیدان نوحه 8 فرزندش در مکتب نبود، هر سال وای رئیس پدر و مادران بوزی امنیت. من به دلیل گپ نمیزنم. همین کمال سمیویچی نوحه 8 بوزی امنیت، یگان فرزندش در مکتب نیست، او رئیس پدر و مادران بود هر سال. با یک تا دوتا کارمند امنیت، یک تا دوتا کارمند پلیس آورده میمون تا اینکه مردم گپ زده نتونه. 4-5 نفر رو تیار میکردن، رحمت به فلانچی، رحمت به فلانچی. یک تا دوتا بیزنسمن مجبور کرده امنیت پولش میره روی مکتب و میبروردن من این فلان پول داد مکتب، این فلان پول داد مکتب، واهمه میکردن. همین خیلی بود. نمیدونم حاضر چه حال است. حاضر اون وقت کمتر یک آزادی بود، یک چیز گفتم بهشون. حالا چال داشته باشد این مردم 5-6 ساله که مونده بدید. فهمیده ایستاده دوستان؟ از اسمون گپ نزده ایستاده. باید این مسئله ها هر یکش حل کرده شود و مردم خود را وظیفه‌دار برای پیشرفت کشور بدانند. وظیفه‌دار برای کشور بدانند، برای پیشرفت کشور. اگر این خیلی نکنیم، بی‌طرفی رو پیشه کنیم، هیچ وقت پیش نمیریم. تماشاگران عزیز، سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان. انشالله که فردا برنامه دیدگاه هست. پس فردا روز سه‌شنبه برنامه پرنده های مهاجر را خواهر سایمه سیدو گرفته میبرند و همین خیلی دوام هفته انشالله نصیب باشد و میخوریم.